با عرض سلام دوستان و علاقمندان ورزش و دلباختگان گشتین جدا، روز دوم است که قصر تنیس شهر دوشنبه مکان برگزاری جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، انکتر ششمین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نماد المپیک گشتین جدا است. پهلوانان یا جفت اول را برای شما در این رقابت های روز دوم معرفی میکنیم. پیراهن سفید بر کرده است پهلوان ازبک ارسلان توجیف، رقیبی او باشد عبدالله روزیوف پهلوان جمهوری تاجیکستان با تتمی برآمدن. 4 دقیقه برای پهلوانان مقرر شده است و حالا اکنون رقابت آغاز شد. عبدالله با ارسلان پهلوان ازبک گریبان رقیب را خوب داشته است و اکنون شاید برای اصول نشان دادن هجوم‌های خویش را انجام دهد. اما عبدالله باشد فاصله را دورتر میگیرد و گریبان از دست رقیب میکند. حالا فاروق صابر افتواری درجه جمهوریوی این رقابت را نظارت میبرد. اولین رقابت است که در وزن زیر 73 کیلو آغاز گشت. یک پرتاب از جانب پهلوان ازبک بود، اما عبدالله باشد خود را برای نگاه داشتن در تتمی خوبتر و قبل مت از جانب فاروق صابروف صدا برداده شد. و دوباره پهلوانان فاصله بسیار هم دور و دراز دارند. انکتر 4 دقیقه که آنها مقرر شده است هنوز 1 دقیقه پشت سر میگردد. پهلوان ازبک در حالت له دادن دست رقیب بسیار مهینانه کار را انجام دادنی است، اما عبدالله از این حالت خود را بیرون میبرد. آفرین. ارسلان پهلوانی ازبک ماهرانه در له دادن دست رقیب کوشش های خویش را به کار برد، اما حالا دوباره دست به گریبان میکنند. ببینید حرکت های پهلوانی همسایه کشور نسبت به عبدالله بیشتر است. باید عبدالله نیز خط هجوم را انتخاب نماید و در کوشش برد. در حالت کم فعال بودن پس فاروق صابروف مجبور است که برای یکی از آنها شیدو را طریق انگشت نشان دهد. ارسلان حالا نوبت دیگر ببینید چوستو چولوکی پهلوان زیر 73 کیلو خیلی ماهر است. عبدالله خود را کنار میگیرد. برعکس حال نه دور و دراز گشتین گرفتن شیدو را. بله اکنون دیدید عبدالله، من بالا نیز قید کردم که در حالت کم فعال بودن پس فاروق صابروف مجبور است که شیدو دهد. طبق قاعده های نوی گشتین جدا دوستان عزیز، شروع از سال 2018 در حالت 3 شیدو دل خواه وقت باشد یا وقتی اساسی یا گالدن سکا میگن، وقتی تیلویی باشد پس نفری که شیدوی سیم رو میگیرد خنساک مکی، یعنی از رقابت به درغه میشود و رقیبی مستقیما پیروزی را به دست میارد. اما 1 و 2 شیدو آنقدر تهدید برای پهلوانان ندارد. عبدالله نوبت دیگر حالا نیز عقب نشینی میکند. ارسلان باشد هجوم های خویش را 2 سمت انجام دادنی است، هم چپ هم راست گشتین میگیرد ارسلان. ببینید اکنون فرقیت پهلوانان ما از ازبکستانی به نظر میرسد. مکتب خوبی گشتین جدای وزاره 1 وزاره ارسلان را به پیش میبرد. این پهلوانی ازبک ماهرانه رقیب را میافتاند. عبدالله کارش کم است، فعالیتش نظررس نیست و باید هجوم کند، 2 سمت گذارد. علاقل برای جبران کردن 1 وزاره رقیب را مجبور برای افتیدن پهلو. نوبت دیگر جستو چالوکی پهلوانی ازبک باز هم میگویم بالاتر است و شاید عبدالله اکنون این نوبت با قول دیگر آفرین. ببینید آفرین، وزاری را ماهرانه کار کرد عبدالله. در حالتی داشتن باید مستحکمتر، نه حالتی داشتن را از دست میدهد، اما عبدالله با قول دیگر بسیار ماهرانه طریق دست ببینید حالا نشان داده است. آفرین اکنون میشود است با قول دیگر کو
فقط فعال بودن لازم است. فعال یعنی این نفسی آزاد است که عبدالله میبرارد. وقت کمی دیگر میبراید. این جفت آنا این است دو لازاری تمام. ایپان دیگر حجت برای عبدالله کار کردن نمونده است. برخیز این لازاری نوبتی پهلوانی ازبک. ارسلان تبدیل یافت با ایپان. نه اینجا بود. حالا در حالتی تکرار نیست مشاهده کردن ممکن است که کارگردان ما فیروز بختیبکوف ماهرانه میخواهد که به مثل ایپان ها حالت تکرار را نیز نمایش دهد که وزاری است. در اصل وزاری بود و دو وزاری تبدیل یافت به ایپان. داور خوب واگذاری کرد فاروق صابرов. پهلوان ازبک در اینجا موفق گردید و عبدالله روزیف ناکام شد. دوستان عزیز اکنون جفتی وزن میگردد پهلوان قرقیز اینجا با رقیب خویش. اینجا آنها رشنو نمایش میدهد. پهلوان قرقیز ابسمد است. پیراهن سفید ببر کرده است. همین پهلوانی که حالا روی اکران است و رقیبی باشد میرزا جمیل رمضانوف. پهلوانی که تحت رهبری رؤوف حکمتوف مشق کرده است. یکی از جایزه‌داران قهرمانی مسابقه های تاجیکستان است. در رشته سمبو هنرش را نمایش میدهد و این پهلوان در نمود گشتینی ملی در شهر باختر هنر نمایی کرده است. پیشتر هنرش را نمایش داده است. پهلوانی که من در باره میرزا جمیل رمضانوف این پهلوان گشتین هم در نمود سمبو هم در نمود گشتینی ملی و اکنون در گشتینی جدا هنرش را نمایش میدهد. شاگردان بالاتر قید کردم رؤوف حکمتوف است. پهلوانی بسیار هم فعال بود. چست و چالاک بود. در چمپیوناتی که نو میان نوجوانان برگزار گردید پهلوانی پیراهن کبود پوشیده تاجیک هنر نمایی کرده بود. اما رقیبی او ابسمت مد کاسیموف حالا رو با باخت دارد به خاطر که در حالتی اگر چونین دستکشی نماید پس شیدا از احتمال دور نیست. پهلوان تاجیک رمضانوف فعال است نسبت به رقیب. دست دیگر را قبیده است و مد کاسیموف باشد. حالا نسبت به میرزا جمیل کم فعالتر است. شیدا باید فاروق صابرов طریق انگشت البته شیدا را نشان دهد. همین طریق هم شد. نوبت دیگر میرزا جمیل در حالت پرتافت. کمی دیگر باقی مانده بود برای پهلو افتادن رقیب. درباره برادران رؤوف و حکمت رؤوف و خورشید حکمتوف من همین را گفتنی هستم که دو برادری که در نمود گشتینی ملی بارها هنرنمایی کردند در مقیاس جمهوری تاجیکستان و امروز تربیت نمودن شاگردان را پیش گرفتند. همانا ابسمت کمفعالی خویش را در رو برای میرزا جمیل نشان میدهد. حجمه و مته نوبت دیگر پهلوانانی که در زیرگروه ای
در وزن زیر 73 کیلو پهلوان تاجیکی برای هجوم کردن میرزا جمیل میگذارد و حالتی برای وزری را صاحب گردیدن، اما رقیب عبدالصمد کم فعال است اما خود را دور میجوید از پرتوفتوی رقیب. شیدای دویم را فاروق صابری رو برای نشان میدهد. یک شیدای دیگر برای پهلوانی مهمان او را مجبور ترک تطعیمی می نماید. نوبت دیگر میرزا جمیل واجب های نوبتی رو انجام دادنی است. ببینید برای افتادن وزره، آفرین، یک وزری اکنون رو با پیش میبرد در حالتی داشتن. همان حالات باید در حال رقیب رو می داشت، اما با هر حال کار خوب است. حالا میرزا جمیل رمضانوف پهلوان پیراهن کبودش در نوبت دویم وزری و تبدیل گردید به ایپان. این پیروزی پهلوانی تاجیک است و با قسمت های دور دویم راه می‌یابد. میرزا جمیل در قسمت های نوبتی مبارزه میبرد. رمضانوف و عبدالصمد متکسیمو باشد ترک میدان خواهد کرد. دو وزری حالا اکنون دوستان عزیز جفت نوبتی رو با تطعیمی دعوت کردند. در وزن تا 73 کیلو جفتی وزن گردید. پهلوان ازبک نورکوبیت نورالیف پیراهن سفید ببر کرده است و رقیبی باشد کرامت الله محسنوف پهلوان تاجیک است که با پیراهن کبود میبراید. نورالیف پهلوان ازبک حالا هر دو آستین رقیب را داشته است و مشکلی برای کرامت الله افتیده است. در حال کرامت الله دست را رها میکند. رقیب نیست، سمت دیگر رو پیش گرفته است. حالا کرامت الله اکنون ببینید برای پیراهن برای کمربند رقیب رو دریافت کردن یک پنجه برد، اما رقیب در حال خود را سمت دیگر میدهد. برعکس حال نورالیف پهلوان ازبک حالا آواسی وزن میگردد. تست هجوم از جانب نورالیف بود اما به امتیاز. حجمه فاروق صابروف دوباره آنها را با هم وصل میکند. نوبت دیگر در زمین کار کردن برای نورالیف کلای تر افتاده است. طریق گریبان حالتی داشتن را کامل کردن اما برمیخیزند. نورالیف با محسنوف نوبت دیگر برای گشتین گرفتن آماده هستند. دوره های اول است. کرامت الله نوبت دوم نیست برای اوه پشت پای خوب، پشت پای خوب بود اما سرعت کمتر بود. از این خاطر
нуралиев дар ҳол худро ҳимоя карда тавонист. намуди гӯштини ҷудо яке аз риштаҳои маъруф ва маълумест ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон чун шабоҳат бо гӯштини миллии тоҷики гӯштингирӣ рушд ва равнақ кардааст. оҳо ва зареро кор кард нуралиев, паҳлавони ӯзбек. Нуркобит бо як ва зари акнун пеш меравад. барои Кароматло Муҳсинов лозим аст ки ҷуброн аз вазари кунад. ӯ аз зариро бояд бале ин навбати Нуралиев, паҳлавони ҳамсоя кишвар ҳуҷуми навбатиро хост анҷом диҳад. дар асл баргузори чунин мусобиқотҳои байналмилалӣ барои ғанӣ намудани таҷрибаи варзишгарони тоҷик ба хусус паҳлавонони тоҷик хеле ҳам кӯмакрасон аст. онҳо эвази таҷриба мекунанд. ҳоло Фарух Собиров чӣ дорад барои баромадан аз татамӣ барои паҳлавони меҳмон Нуралиев Нуркобит нишон дод. аммо Нуркобит новаста аз як вазаре доштад бо як шидо нишон додани Фарух як вазаре дорад ки имтиёзи ним фоиза барои ҳалол аст. 50% мегӯянд. як қисмати пирӯзиро ба даст овардааст. аммо Кароматло на ба рақиб баробар шуда натавонистааст то ин дам. агар рафту вақт анҷом ёбад пас Кароматло таваккалро ба кор барад. дигар бояд мураббию Толибов аз самти дигар садо мекунад, аммо садо дар ин ҷо набояд. садо дар толор бояд бошад. чун шогирд хуб баромад кунад бояд садоро дар толор хуб кард то ин ки шогирд худро туро хубтар шунавад, на дар рақобате ки дигар ҳоҷат барои ӯ намондааст. на кор кардан ҳанӯз дер шудааст. 5-2 сония дигар нақш карда наметавонад ва ин ҷо паҳлавони ӯзбек бо як вазаре ба қисмати навбатӣ мебарояд. даври навбатӣ Нуркобит Нуралиев, паҳлавони ӯзбек ба қисмати навбатӣ роҳ меёбад. рақиби навбатӣ паҳлавони ӯзбек Аминҷон Сафаров, паҳлавони тоҷик хоҳад буд. Нуралиев бо як вазари ва Кароматло бошад таркиб вазни то 73 кило. ҳоло дар ҳолати такрор партофти имтиёздори паҳлавони ӯзбекро мебинем. Хуршед яке аз паҳлавонони феълии гӯштини ҷудо, ҷоизадори чемпионатҳои Осиё, барандаи медали мусобиқотҳои байналмилалӣ, ҷуфти навбатиро даъват кард. яке аз паҳлавонони номдори тоҷик. офарин, дар ҳол ҳоло мо муаррифӣ накардаем, фурсат нарасидааст. Муҳаммад Раҳим Сарахонов, паҳлавони муваффақи тоҷик, пироҳани кабуд ба бар кардааст. Бек Султанов, паҳлавони қирғиз, бо пироҳани сафед баромадааст. дар бораи Сарахонов Муҳаммад Раҳим амиро иброз кардам ки дар дилхоҳ мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷоизадор аст. миёни навҷавонон баромад мекард. акнун
فرصتی اون فرا رسیده است که میان جوانان هنرش رو نشان دهد. یک مرحله گزارش برای سرخانوف، مرحله خیلی خوب است. حالا شیدا برای پهلوان قرقیز از احتمال دور نیست. خورشید مجیدوف داوری مرکز، شیدا رو برای میهمان. حالا سرخانوف ببینید کمی دیگر نه وازاری نبود، اما کمی اگر سرعت بلندتر میشد از احتمال دور نبودن وازاری برای سرخانوف. محمد رحیم پهلوانی نوجوانی که قدم به رقابت های جوانان گذاشته است. کادت جونیور میگویند، امین دوره های سن و سال رو مقرر میکنند. اما سرخانوف چون تجربه غنی مسابقات بین المللی را دارد، به این خاطر برای مشکل نفتاده است. کمی دیگر باقی مانده بود، کمی دیگر سرعت همانا میرسد برای محمد. محمد رحیم سرخانوف چون اصول را استفاده میبرد، سرعت دست را رها نکرده، پرتافتن رقیب را فراموش نکند، پس موفق میگردد. اما فرصت هست برای استفاده پره اصول، هم برای مهارتی بلند نمایش دادند. نوبت دیگر حالا مهمان بیک سلطان سلطانوف پهلوان قرقیز نزدی در رو برای سرخانوف کمتر عاجز مونده است. نوبت دیگر ببینید پهلوان تاجیک خیلی ماهرانه برای اصول انجام دادن، سمتی پا را اشتغال میکند و برای انجام دادن اصول باید سرعت را از دست ندهد. آفرین ایپان، دیگر حجت برای داشتن است. ایپان پرتفت هرچند سرعت همون نمیرسید، اما به هر حال ایپان امتیازی از همه کامل است. محمد رحیم سرخانوف پهلوان تاجیک موفق میگردد برای دورمین بعده. فیروز بختی بکفته. حالا ما از داوری سخن میگردیم. کارگردان ببینید چگونه این حالت را برای ما نمایش میدهد تعجیلا، چون ایپان سرخانوف کاری کارگردان چون پرتافت امتیازی بلند ایپان دار است. بله دوستان عزیز، جفت نوبتی را ما اکنون عوض کردیم. این نوبت پهلوان تاجیک پیراهن سفید و بر کرده است و رقیب باشد با پیراهن کبوت راهنمایی میکند. شایف است. سیرالدین شایف با اسکربک ایشانبایف پهلوان قرقیز در وزن تا 73 کیلو جفت نوبتی است. سیرالدین یک هجومی خیلی خوب بود، اما اسکربک ایشانبایف پهلوان قرقیز خود را حمایت کرد. در جام نوبتی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نوی المپیک گشتنی جدا، ما حالا پهلوانان قرقیز و ازبک را میبینیم. یعنی رقیبان پهلوانان تاجیک حالا فقط پهلوانان ازبک و قرقیز هستند. شاید پهلوانان قزاق و در این چون بین المللی است باید جهانی همه باشند. شاید آنها در وزنهای دیگر باشند، ما منتظر بشویم. نه، اسکربک ایشانبایف هجوم‌های بر دروغ را به کار میبرد. سیرالدین شایف حالا میان این جفت وزاری عطای وزاری، بله یک وزاری امتیاز پهلوان تاجیک سیرالدین شایف را با پیش میبرد. حجمه خورشید مجیدوف دوباره این جفت را با هم دست بگیری بند میکند. شایف ماهرانه یک وزاری سرعتی بلند بود، اما با قول دیگر تخت پشت در زمین نبود. یک پهلو یک وزاری را برای ورزشکار فعال هدیه میکند. پهلوان قرقیز ایشانبایف
حالا اکنون دیگر نمیخواهد پهلو افتد. سیرالدین سمت دیگر بخواهد نشیند. کمی دیگر امتیاز باقی مونده بود. حالا آنمون کادر پورا میگویند که اینجا کارگردان برای ما نمایش دادند. کادر پورا معنای آن دارد که ما در گران پری، در گرند اسلم ها، در قهرمانی جهانی گشتن جدا همین کادرهای پورا را از نوارهای بین المللی دیده بودیم. حالا اکنون حتی کارگردان ما نیست برای دریافت کردن کادرهای پورا و کادرهای عمومی کوشش های خوب میدهند. آفرین. یک امتیاز دیگر آنان است که حالا ببینید یک قدمی پیشتر دیگر. اوه ایپان هدیه کرد برای سیرالدین شویف. 2000 تبدیل یافت به ایپان. در اینجا اندک سراسیمگی از جانب پهلوان قرقیز بود. بعد افتیدن 2000 کمی خود را شاید سراسیمگی را افتاد به خاطر که پیش از نشان دادن خورشید دست درازی برای سلام کرده است. خب دوستان عزیز، جفتی وزن میگردد. اکنون پهلوان ازبک حالا با رقیب تاجیکش هنرنمایی میکند. اکنون عزیزبک پهلوان ازبک است که پیراهن سفید بر کرده است و جمعه سبزالیف پهلوان پیراهن کبود داشته تاجیک در دور نوبتی، دور اول است، دور نوبتی هنوز دوری مقدماتی است که گوشتین را آغاز کردند. وزن همان وزن 73 کیلو در تتمی دیگر نیست. یک و یک بار در گوشتین جدای جام پرزیدنت دو وزن در یک روز برگزار میگردد. ببینید وزن زیر 73 کیلو را ما در تتمی رقم 1 شهر میدیم و تتمی رقم 2 باشد وزن تا 81 کیلو را در بر میگیرد. عزیزبک عوض مرادوف نوبت دیگر معرفی میکنه. پهلوان ازبک است با رقیب تاجیکش سبزالیف. اوه نه وزاره این حالتی داشتن نیست به کار میرود. نه رها کرد بعد از 4 ثانیه. یک وزاره سبزالیف جمعه را با پیش میبرد. پیراهن کبود پوشیده پهلوانی که حالا روی نوار بود. نوبت دیگر اکنون جمعه الهام گرفته است. آفرین ایپان احسن برای جمعه سبزالیف. الهام گرفتنش به همین معنا بود که اکنون با قول دیگر روحش گشوده گردید و در هجوم پیوسته کاری خوب را انجام داد. 2000 تبدیل به ایپان. جفت ای وزن میگردد دوستان عزیز. در وزن تا 73 کیلو جفتی نوبتی با تتمی میبرایم. پهلوان پیراهن سفید ببر کرده این پهلوان ازبک است و رقیبی محمد قربانوف پهلوان تاجیک. حالا حالتی تکرار از جانب کارگردان هنر اسیر جمعه سبزالیف روی نوار است. همین هجوم های پای در پای پهلوان تاجیک پیراهن کبود ببر کرده
نمایش بود. ایشانقلوف خورشید پهلوانی ازبک و قربانوف محمد پهلوانی توجیک. نماینده جمهوری تاجیکستان باید به تتمی برایند. هنوز توقف است، در حالی که دعوت کردن باید ورزشکاران گوش به صدای راوی میدان دهند. یک جمله مخلصان من جمله پهلوانان نامدار محمد میرزویف، یکی از نوجوانان، یکی از جوانان پهلوانی که جایزه‌دار بازی‌های آسیایی اوراسیایی است، حالا دست برای گرفته است. همین پهلوانی که در حلقه مخلصان نشسته است، برنده مدال طلایی بازی‌های اوراسیایی سال 2000 اگر خطا نکنم نهم بود در قزان در فدراسیون روسیه به گرفتن نشان طلا موفق گردید. دوستان عزیز، اکنون جفت را بار دیگر برای شما معرفی میکنیم. خورشید ایشانقلوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده ازبک بر مقابل محمد قربانوف پهلوان تاجیک با پیراهن کبود مبارزه میبرد. دور اول است، راوند 1 میگویند در تفسیر زبان انگلیسی. ببینید حالا از حالتی داشتن نه رها میکند، یک وزر پهلوان ازبک را پیش میبرد و در حالت پارتری نیست. کارش اونقدر یک لحظه رنگین شد و بعدا رقیب را از دست داد. خورشید ایشانقلوف پهلوانی پیراهن سفید پوشیده در حال دست به چنگالی محمد قربانوف کرد و همین اصولی که خیلی هم مشهور است، حالتی دوی کردن. ببینید خیلی ماهرانه، نه مته برخیزید. خورشید مجیدوف یکی از داوران جوان تاجیک، پهلوانی امیدبخش. فعلا هم ما حالا خورشید رو از گوشتین بیرون میبریم به خاطر که خورشید حالا هم در وزن سنگین هنر نمایی میکنه. در همین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیلی خوب درخشیده بود سال 2016 هم. این داوری که حالا ما درباره معلومات میدیم. خورشید مجیدوف با پهلوانان سنگین وزن، حالا که در اون سال سن و سالش خیلی جوان بود، با رقیبان سنگین وزن هنر اصیل گوشتینی جدا را نمایش داده بود. قهرمانی جهان نوجوانان را این پهلوانی تاجیک خوب در اروپا نمایش داده است. قربانوف حالا برای رقیب را افتاندن خورشید را، خورشید دیگر است. این من سر اول درباره خورشید مجیدوف و بعدا درباره خورشید ایشانقلوف پهلوان ازبک معلومات دادم. حالا مخلصان حقوقی برای شیدا دادن گفتن داور ندارند. داور خود میدوند کدام حالت شیدا است، کدام حالت وزری است. نوبت دیگر پهلوان تاجیک خیلی اکنون جبران از وزری میکند. آفرین، حالتی داشتن نه. محمد قربانوف حالا در هجوم بود و یک وزری رو از دست رقیب گرفت. حالا نتیجه برابر است، 1-1. محمد وابسته از قد پستر نسبت رقیب. حالا اکنون در لحظه های آخر کمتر فعال گردید، اما احتیاط کند که یک وزر دیگر رو پیدا کردن رقیب خورشید ایشانقلوف. پس این شیدان قدر نقش نمی‌زد، یعنی فریفته شیدو نشود.
محمد. یک بار دیگر اگر محمد با همین اصول عمل کند پس موفق خواهد شد. اوه ببینید اکنون نوبت دیگر در زمین کار کردن علامت نیست از جانب خورشید. به این خاطر محمد میتوانست که کارو در پارتر هم دوام دهد. هجوم های پای در پای محمد اکنون در لحظه های آخر رقابت احساس کرده می شود. نوبت دیگر محمد، این پهلوان پیراهن کبود پوشیده تاجیک. وقت شاید با گلدن سکو رسد. تا هنوز ما گلدن سکو را در رقابت های دوره اول وزن زیر 73 کیلو ندیده بودیم. اکنون شاید این اولین دیدار باشد در وزن تا 73 کیلو در دوره اول کار با گلدن سکو رسد. بعد از 14 ثانیه محمد با خورشید دور و دراز کشتی میگیرند. گلدن سکو ماته بعدن نه در آنجا گلدن سکو. خب فرصتی آخران 0-0-0 نشان میدهد تابلو و پهلوان ازبک تمام شده بود. در آنجا باید داور نیز نگاه کند به تابلو. خورشید باید از جانب اینجا صدا بلند شود تا اینکه داور شنود اون صدایی که گلدن سکو رو برای ادیه میکند. از اینجا باید با طور تکنیکی برای داور هم برای مخلصان صدا شود. ایپون 2000 تبدیل یافت به ایپون، هرچند که اندکی وقت کوتاه‌تر بود. حالا سهراب رحیموف داور مرکز، داور درجه جمهوریوی جفت نوبتی را طریق دستان به هم آورد. پهلوان با پیراهن سفید سلمان، اوه سلمان رحمی خدایف پهلوان تاجیک است. رقیبی و مدی در اینجا برآوردند، اما در اصل عبدالخان شرطوف یکی از پهلوان‌های موفق قزاق است. من لحظه پیش با پهلوان قزاق صحبت داشتم، او دستاوردهای خویش را برای ما چنین ابراز کرد: جایزه‌دار جام جهان، جایزه‌دار گران پری های مسابقات بین المللی و همچنین اشتراکچی چندین مسابقه های بین المللی است. همین پهلوان قزاق که حالا با پیراهن کبوت مبارزه میبرد، اما یک وزیر سلمان رحمی خدایف را به پیش میبرد. آفرین سلمان در حال از اول خوب کار کرد، یک وزری را جبران میکند رقیبی و 1-1.
من بالا قید کردم که لحظه پیش با پهلوان قزاق در صحبت بودم. از دستاوردهای خویش در اینجا عبدالخان شرطف پهلوان قزاق که در اینجا با نام مدی برآمده است. مدی امانگلدی یکی از وزاری 2000 بای پان. آفرین سلمان رحمی خدایف اکنون رقیب سرسختی خویش را شکست داد. 2000 تبدیل یافت به ایپان. حالا باز پس میبینم سلمان به قول دیگر را خوب کرد کار را. ببینید حالت افتادن رقیب چگونه بود. اینجا پهلوانی قزاق خود هجوم کرد اما زیر چنگال رقیب ماند. سلمان ماهرانه او را به دو طرف تابش میداد. این پهلوان پیراهن سفید پوشیده یکی از پهلوانان است که میان نوجوانان آنارش خیلی بلند بود. رحمت الله فرهاد رحمت الله در کلوب ورزشی و استان تمرین میکند. رقیبی باشد همچنین فرهاد است اما در اینجا یکی نام فرهاد و دیگر نسب فرهاد است. علیکترش رحمت الله فرهادوف دست پرور کلوب ورزشی و استان پیراهن سفید بر کرده است با فرهاد اودینابکوف. آنها را نمایش را نشان میدهد. جفت هر دو هم نماینده جمهوری تاجیکستان است. اکنون فرهاد برای افتادن فرهادوف در حال اصولی میانی پای ها را به کار برد. اما رحمت الله یکی از پهلوانان خیلی خوش‌طالع بود میان نوجوانان در جام آسیا در مسابقه های بین المللی بسیار بلند هنرنمایی میکردیم. پهلوانی پیراهن سفید پوشیده رحمت الله فرهادوف رو من در نظر دارم. ببینید اکنون یک هجوم امتیاز آور از جانب رحمت الله فرهادوف. نوبت دیگر این نوبت نیست. کوشش کرد تا رحمت الله فرهادوف رقیب را افتادن حالتی داشتن. 10 ثانیه لازم است تا اینکه رقیب را تسلیم گردید. فرهاد اودینابکوف نه اصلی رقیب همین طریق رحمت الله فرهادوف این دست پرور کلوب وستن با قسمت های منبعده انکترش به دور سیوم راه یافت. جفتی نوبتی دوستان عزیز اکنون رقابت ها در دور دوم بعد از پیروزی رحمت الله فرهادوف آغاز یافت. اینجا پهلوان ازبک
арслон тоҷиев пироҳани сафед ба бар кардааст. рақиби навбатии ин паҳлавони узбек азамат боронов аст, паҳлавони тоҷик аст. оҳо, бубинед аз ҷониби азамат низ аксулусулҳои арслон ба кор меравад. аммо арслон ҳоло бо ин қаноат кардани нест, дасти рақибро якдигар раҳо намекунанд. азамат хуб доштааст дасти рақибро, аммо афтодани ӯ муқаррар нашудааст. на ин баз ин самт кор ба пеш бурдан аз ҷониби азамат намешавад. бояд таваққуф шавад, матъ шуд ва ҳамин тариқ суҳроб раҳимов яке аз доварони хеле хуб аст, одилона корро мебарад. ман суҳробро, доварии суҳробро дар ҷоми пештараи президенти кишвар дида будам. бисёр довари ҳақталаб аст. як партофти паҳлавони узбек, арслон бо як вазари. ҳатто ман суҳроб раҳимовро пурсон шудам ки шогирдон баромад мекунанд. гуфт на, ҷое ки шогирд баромад мекунанд, ман ба ҳайси довар нестам. ёдовар мешавем дӯстони азиз, суҳроб раҳимов аз сулолаи раҳимовҳо аст. устод шодравон саидмомин раҳимов чунин мардони содиқро тарбия кардааст. аммо барои азамат лозим аст ки дар ҳуҷум бошад, вагарна як вазари ӯро ба бохт мебарад. соли 2012 буд, вақте ки қаҳрамони осиё буд, пеш аз бозиҳои олимпии лондон буд. фарҳод раҳимов доваре ки ҳоло мо мебинем, ҳайати дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистонро дар ин қаҳрамони осиё ҳамроҳӣ мекард. ва фикрам агар хато накунам вазни то 73 кило, на зери 81 кило ва фикрам гӯштин мегирифт фарҳод раҳимов. ҳамин доваре ки ҳоло мо намоиш медиҳем. дар он ҷо расул боқиев ҷоизадор гардид ва парвиз собиров дар мақоми дуюм буд. қаҳрамони осиёи соли 2012. хуб, аммо оҳо, акнун ду инҷо аслон ҳонараш баландтар будааст нисбат ба азамат боронов. акнун дар давраи сеюм ҷоизадори мусобиқоти байналмилалӣ осиёӣ гӯштини ҷудо фарҳодов раҳматуллоҳ, яке аз куштингирони муваффақи тоҷик, бо ин паҳлавони узбек арслон тоҷиев ҳонарнамоӣ хоҳад кард. ҳолатҳои такрор рӯи навор аст. ҳайлайт мегӯянд, лаҳзаҳои ҳайлайтӣ. дӯстони азиз, ҷуфти навбатиро ҳар ду намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон ташкил медиҳад. пироҳани сафед ба бар карда Садам Каримов паҳлавони пироҳани сафед пӯшида ва Коим Шукронов паҳлавони кабуд пӯшида. дар вазни то 73 кило. вазни 73 кило вазнест ки барои мардуми тоҷик ошно аст. ҳоло дар ин ҷо ҳам Коим ва ҳам Садам ҳарду паҳлу ба паҳлу аст. ба хотире ман вазни зери 73 килоро тарғиб кардам, ба хотире ки аввалин медали бозиҳои олимпӣ дар даврони соҳибистиқлолии кишвар аз ҳамин вазн, аз ҳамин бозиҳои олимпӣ дар соли 2008 дар ҳамин вазн
ба хазинаи варзиши тоҷик шомил гардидааст. пас чӣ гуна вазни 73 килоро мо фаромӯш мекунем? ҳамчунин бояд тазаккур намуд дар вазни то 73 кило ҳоло яке аз паҳлавонони муваффақи тоҷик хоҷазода беҳрӯз ҳунарнамоӣ мекунад. қаҳрамони феълии ҷаҳони гӯштини самбо. садам бо қоим ҳарду ҳам дар ҳолатҳое аст. яке дар ин ҷо шидо барои садам доданд. қоим шукуров бошад, дастпарвари иззат худоиф аст, мурраббии шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон ки бародарон хуршед ва ҷаҳонгир маҷидовро тарбия кардааст. ҳоло мубориза идома дорад. садам бо қоим ҳанӯз як овазари барои садам доданд. шидои навбатиро низ барои садам. дар ин ҷо раҳимов нишон медиҳад ва акнун ду қадами устувори қоим шогирди иззат худоев ба пеш мегузарад. ӯро ба марҳилаи навбатӣ шояд барад агар кори садам чунин бенатиҷа бошад. ман хуб ёд дорам вақте ки қоим дар машқҳои дастаҷамӣ зери роҳбарии худоев тамрин мекард. ҳолати доштан бубинед хеле муваффақ мегардад. каме дигар амо раҳо мекунад. қоим рақибро қоил карда натавонист дар ҳолати доштан. даври дуюм аст ки ҷуфтро ба майдон баровардааст. на ҳаракатҳои бенатиҷа аз ҷониби садам аст. садам бояд фаъол гардад, аммо камфоълӣ ӯ эҳсос карда мешавад. ҳоло баръакси ҳол андаке садам дар ҳолати пардерӣ ҳам бошад. хост ки рақибро аз таътами берун кунад, лоақал як шидоро дар таблои рақиб бубинад. аммо қоим ҳоло дар ҷустуҷӯ аст. на баръакси ҳол садам ҳоло фаъол мешавад. бисёр хуб довар шидоро акнун барои қоим низ нишон дод. суҳроб раҳимов доваре ки ман тарғиб ва ташвиқашро кардам. ҳоҷат барои гап нест барои довараи суҳроб раҳимов. агар хоҳӣ ки номи накӯи устод саид муъмин раҳимов боқӣ монад, пас адлро бояд пеша кард. умуман довар бояд адл пеша бошад. голунско кори ин ҷуфтро ба пеш мебарад. садам бо қоим ҳоло якдигарро қоил накарданд. фақат таблои шидодоро мебинем дар садам ва кор дар голдунско аст. мо болотар низ қайд кардем. дар ҳолати камфаъол будан, пас шидо низ аз ҷониби суҳроб раҳимов тариқи ангушт намоиш дода мешавад. як шидои дигар кори садамро ҷамъбаст кардани аст. аммо қоим низ эҳтиёт бояд шуд. на ҳуҷуми бенатиҷа, ҳолати доштан дар партер. ҳоло ба ин висол намешавад. матеи
انا اکنون حالتی داشتن را باید حساب شده شود. تمام. با فکرم دیگر از دست قایم رها کردن بعد از خستگی صدم دیگر نمیتواند. تسلیم شدنش بهتر است. 20 ثانیه باید پشتی سر گردد تا اینکه پیروزی کامل را برای قایم نشان دهند. در حالی که صدم به خسته است تسلیم گردیدن بهتر است. دوستان عزیز، اکنون قایم شکرانوف دست پرور عزت خدایف موفق گردید با قسمت مین بعده. همینجا اشتباهی صدم بود، زیر چنگال رقیب قرار گرفت و سهراب رحیموف مجبور گردید که دست را برای حالتی داشتن نشان دهد. حالا فاروق صابرов با تتمی برآمد و اکنون جفت را برای گشتین گرفتن دعوت میکند. فاروق صابرов داوری درجه جمهوریوی جفت را دعوت کرد برای گشتین گرفتن. سعید در اینجا پهلوان سعید باروف ابراهیم پهلوان سفید پوشیده است با میرزا جمیل رمضانوف. ما درباره میرزا جمیل رمضانوف معلومات دادیم برای شما، معلوماتی بیشتر دادیم درباره استادش رؤوف حکمتوف نیست برای شما معلومات دادیم. اما اکنون رقیب او سعید اکبروف ابراهیم شده است. پهلوانی تا 73 کیلویی که با کیمانوی سفید میگویند با رقابت پرداخت. فاروق صابرов یک و یک باره کار این دو پهلوان را با شید آغاز کرد. ببینید میرزا جمیل خیلی فعال در حالت دست کردن اما رقیب نیست، برعکس حال چون در اینجا هجوم کرد دیگر حاجت برای ایستادن نیست. توکل شد، توکل را باید به انجام رسانید. من در نظر دارم میرزا جمیل رمضانوف را در حالی که هجوم کرد پس در بین هجوم رها کردن رقیب این معنای باخت را دارد. کاری او خوب است میرزا جمیل رمضانوف، حتی هجوم های خوب را خوب کرد. اگر کارش خوب نمی بود فاروق صابرов بر مقابل رقیبش شید و نشان نمی داد. اما کار باید خوبتر شود. اوه اکنون رقیب نیست، فعال گردید. ابراهیم کمی الهام گرفت، کمی فعال گردید. حتی می توانست در صورت دست را کشیدن به سمت خویش کمی دیگر بردن یک وزری را صاحب گردد. این آگاهی به خاطر میرزا جمیل بود.
ابراهیم هجوم کردنی است. میرزا جمیل رقیب را برعکس حال افتادنی است. میتوانست که رقیب را میرزا جمیل فعالانه با سمت دیگر پرتوید، لااقل یک وزری را صاحب شود. وقت میرود. هنوز جفت تابلو سه شیدا را نشان میدهد. دو شیدا با کار ابراهیم خلالدار است، یک شیدا باشد با کار میرزا جمیل شاگرد رؤوف حکمتوف. آرا میرزا جمیل داشته است سمت دیگر، اما کار رنگین نمی شود. هنوز هم هجوم های طرفین به چشم می رسد، اما به نتیجه است. چسبیش خوب است اما افتیدن به نتیجه است. نوبت دیگر اکنون ابراهیم در حالت هجوم، اندک هجومی بر دروغ می نمود. هجومی که اگر اکشن میگویند، اگر حرکت نباشد نتیجه نمیدهد. حالا میبینیم میرزا جمیل اکنون چی کار رو انجام دادنی است. فاروق صابرов حالا جفت رو برای ترتیب در آوردن کمربند مجبور میکند. از آن حالت‌های می شود که بعد از کمربند به ترتیب آوردن پس شیدا نشان میدهد. بله اکنون دو شیدا برای میرزا جمیل سودآور بود، اما شیدای نوبتی رقیب را مجبور، ابراهیم را مجبور برای ترک میدان کرد. دوستان عزیز، حالا یکی از پهلوانان موفق ازبک پیراهن سفید به بر کرده است. این نورقابط نورالیف است. با امیرجان سفرов هنرنمایی میکند پهلوان تاجیک. حالا در اینجا یک هجوم از جانب نورقابل بود، اما امینجان سفرов پهلوان پیراهن کبود پوشیده در حال سمت دیگر را انتخاب کرد. حمایت خود را خوب کرد. این چهره های نوین هستند که در گشتن جودو در جام نوبتی، جام مسابقات بین المللی هنرنمایی میکنند. جهانگیر مجیدوف پهلوان 81 کیلو حالا با پشت این جفت میگذارد، در تتم دیگر گشتین میگیرد. شیدا برای پهلوان ازبک از احتمال دور نیست، چونکه نورالیف از چنگال رقیب خود را کنار میگرفت. دوستان عزیز، اینجا 0-0 میبینیم. پهلوان ازبک نورالیف در هجوم خیلی ماهرانه کار را انجام دادنی بود. اینجا هجوم های طرفین است. نورقابل با امینجان سفرов هنرنمایی دارد. جفته که تا هنوز اکنون فاروق صابرов را مجبور کرد این جفت کم فعالی این جفت تا اینکه طریق انگشتان به هر دو شیدا نشان دهد، هم برای نورقابل و هم برای امینجان سفرов پهلوان ما. یوهو
یک هجوم نورقابل، نورالیف. مصلحت دادن آسان است اما گشتین گرفتن مشکل است برای مخلصانی که از دور مصلحت میدن. خوب است، این آسان است وقتی مصلحت میدی، اما انا این پرتاب تو رو باید نشان داد. در تتم دیگر اصلا در نظر دادم که در آنجا پهلوان موفق تاجیک گشتین میگیرد. دوستان عزیز، حالا با قدر اکنون امین جانیس فعال می شود. با قدر اما نورالیف نورقابل باشد. نوبت دیگر امین جان، سمت دیگر نورقابل. هجوم های طرفین پهلوان ازبک سری شانه گرفتنی از رقیب را تا حالتی که فاروق صابرов مته نگفته است اینجا حرکت است. امین جان به نتیجه تبلا با یک شیدایی داغدار کرده است. نام و حرکت های پهلوانان تاجیک و ازبک را. شیدا منوی داغ سیاه است که در همون تبلا پیدا میگردد و اگر رفت و این شیدا 3 تا شود پس کار اکنون دیدید نورالیف کارا چگونه سامان داد. یک وزر دیگر یک ثانیه نقش نمیبازد. الکی غالب دور نوبتی میان گردید. در اینجا پهلوان ازبک نورقابل نورالیف این نوبت نیز موفق گردید برای شکست رقیب. جفتی وز کرده دوستان عزیز کی رقیب نوبتی نورالیف می شود؟ یا شاهرخ یتیموف یا فریدون قربانوف. یتیموف شاهرخ پیراهن سفید ببر کرده است و رقیب او باشد فریدون قربانوف پهلوان پیراهن کبود داشته است. هر دو از جمهوری تاجیکستان هستند. در دور سیوم در دور دویم منیخترش آنها نمایی میکنند. اراوند 2 وزاری یتیموف اکنون امکانیت دارد 10 ثانیه دیگر رقیب را دارد و همین 10 ثانیه او را موفق گرداند. حساب در تبلو رهانک حالا فاروق صابرov نشان نداده است. نه نتوانست یتیموف نتوانست که برای رقیب را 10 ثانیه دارد، اما با وجود این یک وزری او را به پیش میبرد. شاهرخ حالا اینجا معلوم میگردد که شاهرخ نیست ایزد را نگاه میکند. ایزد خدایف شاهرخ یتیموف را تربیه کرده است. تالاری که خورشید جهانگیر برادران تربیت یافتند
درگیر رقم دو تیاری بیند آسانسور رئیس تاجیکستان سلیم شاهرخ تاجیکستان. حالا چستو چالوکی پهلوانان تا هنوز یک وزر شاهرخ یتیموف رو پیش میبرد. ایزد خدایف از سمت دیگر نگاه دارد برای گشتین خوب گرفتن شاگرد و البته نزد استاد قایل کرد. آفرین، 2000 هدیه کرد. ایپان همین طریق شاهرخ یتیموف رقیب نوبتی نورعلی پهلوان ازبک گردید. دور سیوم خیلی پرشوق و جالب خواهد بود. ما را همراه باشید. در حالت تکرار ببینید چگونه ماهرانه سر کیف کرد رقیب را و شاهرخ همین طریق موفق گردید. سراوا گریبان داشت و بعدا سر کیف با تخت پشت انقریب پهلو دو پهلو ایپان جفتی نوبتی. دوستان عزیز الکی رقیبان را به میدان می آورد. درگیر رقم دو تیاری بیند دعوت کرده شود. آسانسور رئیس تاجیکستان سلیم تاجیکستان. جفتی نوبتی با چنین سرالباس و نامناسب به تتمه میبرایند. محمد رضا باقیوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده است و شمس پهلوان پیراهن کبود پوشیده است که از کنج کبود یا با کیمانای کبود گشتین را آغاز کردند. در دور دوم آنها در دور اول آزاد بودند. حالت نه در اینجا پیوسته کوشش ها از جانب هم باقیوف و هم شمس بختیار شمس. در اینجا چشمی بختیار شاید اندک علت برداشته بود و برطرف میگردد. اکنون این جفت همان ادامه میدهند رقابت را. حالا بختیار داشته است. محمد رضا باشد از شم دیگر است. دست به گریبان گرفتن پهلوانان هنوز نتیجه نداده است. بختیار خوب داشته است رقیب را. محمد رضا باشد سمت دیگر است. اما برای محمد رضا باقیف فاروق صابیروف شیدا داده بود. شیدای نوبتی را نیست برای او طریق انگشت نشان میدهد. دو شیدا است. با مانع گردیده است با هنر محمد رضا باقیف و بختیار باشد حالا دو قدم به پیش گذاشته است. بختیار کارش خوبتر است نسبت بر رقیب، نسبت بر باقیف. نوبت دیگر بختیار داشت. برعکس حال
боқиев нест. андаке фаул гардид барои афтодани рақиб. моҳирона кӯшиш дорад ва зариро соҳиб мегардад. дигар бубинед, ҳатто ду шидо дар инҷо нақш бозида натавонад. ҳолати баръакси ҳол буд. на, аввалин фаул ба назар гирифта мешавад ва зари боқиев аст. ва заре ки дар инҷо аз ҷониби паҳлавони пироҳани сафед пӯшида буд, аниқтар аз ҷониби муҳаммадризо боқиев ба инобат гирифта шуд, ба хотире ки аввалин ҳаракат ва афтодан аз ҷониби ӯ буд. аммо ду шидо дорад дар ҳолати камфаол будан. пас Фарух Собиров маҷбур мегардад ки шидои сеюмро барои ӯ диҳад ва бурду бохт барои паҳлавони пироҳани сафедпӯшида хеле наздик аст. ҳам рӯ ба бохт дорад, ҳам такя ба пирӯзӣ. дар ҳолати фаол гардидани Бахтиёр метавонад ки шидои сеюм таҳдид ба ҳонари боқиев намояд, аммо агар боқиев низ фаол гардад, пас бо як вазари муваффақ хоҳад шуд. 30 сония дигар боқӣ мондааст. ҳудуди 31-30 сония дигар бояд муҳаммадризо боқиев фаол гардад. агар на, шидои сеюм таҳдид ба бохти ӯ аст. ҳоло дар инҷо Бахтиёр нишон медиҳад ки рақиби ман дасткашӣ дорад аз ҳунари ман. Бахтиёр ҳуҷум мекунад. муҳаммадризо боша самти дигарро пеша гирифтааст. лоақал барои бардурух. ана акнун Фарух Собиров ҳоло мегӯяд ки камарбанд ислоҳ намоед. баъд аз камарбанд ислоҳ намудан муҳаммадризо агар рафту шидо гирад, пас як вазари дигар нақш намебозад дар пирӯзии ӯ. ҳоло фақат ҳуқуқи шидо довар дорад. тамом. фақат акнун бубинед, шидаи сеюм новобаста аз як вазаре ки муҳаммадризо боқиев нишон дода буд. Бахтиёри Шамс ба даври минбаъда роҳ ёфт. хуршед маҷидов паҳлавони сангинвазн ба ҳайси довар баромадааст. ҷуфти вазн мегардад. Сарахонов яке аз паҳлавонони номдори тоҷик навҷавон буд, ҳоло қадам ба ҷавонон гузоштааст. муҳаммадраҳим Сарахонов ҷоизадори мусобиқоти байналмилалӣ ва барандаи медали тиллоҳои чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ аст. ҳоло рақиб аз гилем мебарояд. хуршед нигоҳи дигар дорад. шояд дар ҳолати такрор кардан шидоро алакай аз давра баромадан хуршед маҷидов барои рақиби Сарахонов, яъне ҷиёншоҳ ҳабибуллоев шидои аввалро нишон медиҳад. муҳаммад раҳим Сарахонов паҳлавонест ки аз ин вазни 66 кило гӯштин мегирифт, зери 66 кило. ҳоло як қадре вазнаш баланд шудааст. акнун мехоҳад ҳунарашро дар вазни то 73 кило нишон диҳад. ҳаҷме ибораи машҳур дар гӯштини ҷудо. Сарахонов вазаре ҳатто метавонист ки дар ҳолати доштан андаке саросима шуд, вагарна Сарахонов метавонист ки дар ҳолати доштан 10 сонияи дигар рақибро пирӯзиро насиб гардад. аммо ҷиёншоҳ ҳабибуллоев ҳоло рақибе нест ки дар муқобили ин паҳлавони таҷрибадор маҳорати шоиста нишон диҳад.
این رقمیت تیاری بینن رسول سعید مختار تاجیکستان حسنبک رحمدی اوه 2000 برای سرخانوف پیروزی آورد. سرخانوف با گذشت نه چندان وقت زیاد اکنون پیروزی نوبتی خیش را استقبال میکند. محمد رحیم سرخانوف با پیراهن سفید با افتادن 2000 با قسمت منبعد راه می‌یابد. رقیب نوبتی او بختیار شمس است. حالا حالت تکرار را ببینید. سرخانوف رقیب را چون پلنگی که سعید خیش را بازیکنان به دست می‌آورد همین طریق است. دوستان عزیز، در اینجا سعید مختار رسولوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده 73 کیلو قهرمان چند سال پیشتر جمهوری تاجیکستان در نمود گشتنی جدا سعید مختار رسولوف پیراهن سفید و برکرده است و رقیبی باشد رحمدین حسنبکوف است. سعید مختار رسولوف جایزه‌دار مسابقات بین المللی در قزاقستان، ازبکستان و قهرمان جمهوری تاجیکستان در وزن تا 73 کیلو وزن عوض نکرده است. سعید مختار رسولوف در همین وزن از دوره های اول هنر نمایی میکرد. این پهلوان پیراهن سفید پوشیده در همین وزن از تقریبا حدود شاید 10 ساله ها در همین وزن هنر نمایی میکند. اما رحمدین حسنبکوف پهلوانی که در دوره اول آزاد بود وزن 73 کیلو اکنون شروع شوقش از همین لحظه ها شروع میگردد. حالا شیدا تهدید برای رحمدین حسنبکوف است. حرکت خورشید مجیدوف شیدا را برای رحمدین حسنبکوف تنبه برای کمفعال بودند. سعید مختار رسولوف رحمدین حسنبکوف اوه ایپان انامین ایپان را ما پزمان شده بودیم. سعید مختار رسولوف رقیب را بازیکنان با تخته پشت افتان. حلال ایپان میگویند در ژاپنی ها، ایپان گویند در گوشتنی ملی تاجیکی حلال است. رسولوف رسولوف سعید مختار ببینید حالت تکرار را چگونه ماهرانه سعید مختار رقیب را با تخته پشت میافتاند. جفتی وضع کرده دوستان عزیز. اکنون غالب دور اول شایف سایریدین که رقیب قرغیزش را مغلوب کرده بود، این نوبت با شمایل جهانگیر مبارزه میبرد. Burçinov Belel Tacikistan vazn 181 kilogram.
شمایل جهانگیر یکی از پهلوانان موفق است که تحت رهبری فاروق صابرов تمرین میکند. این پهلوان پیراهن کبود پوشیده. شایف سیرالدین باشد، پهلوان جوانی که رقیب قرغیزش را در دور اول شکست داد و به دور دوم راه یافت. اکنون میبینیم که در اینجا جهانگیر، شمایل جهانگیر شاگرد فاروق صابرов با رقیب خویش سیرالدین شایف چگونه هنرنمایی میکند. حالا شمایل رقیب را مایل کردنی است. دو سمت، اوه، اما خود مایل نگردد. شایف سیرالدین در اینجا یک هجوم را با کار برد. هرچند به نتیجه بود برای شمایل. اکنون این یک نشانه بود که باید هنرش رو خوبتر نشان داد. نوبت دیگر این پهلوانی پیراهنی کبود پوشیده اکنون میخواهد که جبران از رقیب نماید. و سمت دیگر حالا این جفت مبارزه خود را خوبتر میکنند. با قدر خورشید مجید را در حیرت مونده است و حتی مجبور میکند که در حالت کم فعال بودن شیدو نشان دهد برای این جفت. خورشید مجیدوف پهلوانی سنگین وزن به حیث داور حجمه میگوید. بسیار خورشید آرام است، اما هنرش اصلا پهلوان چنین است. در حالت ظاهری آرام است، اما در تتمی تماما دیگر میگردد. با قول دیگر هنر در تتمی است، نه در ظاهر بودن. حالا شمایل اکنون شیدو را گرفت. دوباره خورشید این جفت را با صدای حجمه برای وصل شدن مراجعت میکند. اوه، تابش رقیب در زمین غلاندن رقیب است. از دو سمت حالتی داشتن به نتیجه است. رفته پهلوانان در زیرگروه های خویش رقیبان جدید را دریافت میکنند. در زمین کار کردن برای سیرالدین شایف نتیجه نآورد. سیرالدین، شمایل، حالا سیرالدین در هجوم است. برعکس حال شمایل میخواهد که از سمت چپ کار را انجام دهد. شاید مصلحت های فاروق صابرов را موفق گرداند، اما دست را رها کرد. از دوام دادن اصولش خودداری نمود. نوبت دیگر شمایل، سیرالدین هجومی بر دروغ بود. شمایل ما پشت پای رقیب سیرالدین میخواهد که مانع گذارد، اما شمایل هنوز هم اوه، انا اکنون شمایل دو شیدو دارد. سیرالدین باشد. حالا با قول نسبت به رقیب فعالتر است. برای شمایل لازم است که توکل را به کار برد. می‌نشیند سیرالدین، اما شمایل باشد. حالا مخلصان از هر کنار تالار مصلحت میدهند، اما شمایل باید با نقشه خود کار برد.
خورشید مجیدوف حالا منتظر شمایل است که کی پیراهن به ترتیب میاره در آورد کمربندش رو و دوباره برای صدا برآوردن حجمه آغاز میکند رقابت را. شمایل از سمت دیگر توکل را به کار بردن. وقت کمی دیگر باقی مانده است و کار به گلدن سکو حرکت کار در گلدن سکو دوام دارد. اگر رفت تو یک شیدوی دیگر برای شمایل نشان دهند پس شمایل حالا برعکس حال سیرالدین شویف اندکی نسبت به شمایل کم فعال گردید. اوه آزاره حالا بیاید ببینیم در حالت تکرار اشتباهی سیرالدین شویف پهلو افتیدن اما نه آرامانه کار می رود. داور حقوق دارد برای دادن آزاره یا نه. اگر در حالت تکرار بعدا از این رقابت ما می بینیم حالا فرصت برای حالت تکرار نیست همون حالت رو شمایل پیوسته هجوم میکند اما شیدا برای سیرالدین است. اوه شمایل خوب کار کرد سر اول. نه بعد از اینجا حالا شمایل خوب است باید برخیزد. سیرالدین نیست آنارش خوبتر بود از اول. حالا توکل رو اکنون سیرالدین قوا همانو برای شمایل نرسید تا رقیب را پهلو افتاند. دست رو رها کردن امتیاز رو از دست دادن است برای شمایل و رقیبی او سیرالدین. نه سرعت پستر بود برای انجام دادن سر کتف اصول معروف. این اول نیست شمایل اندک خسته گردیده است. هر دو خسته گردیدن. اما با هر حال من باوری کامل دارم که پرتافتی که در اونجا بود یک افتیش کارگردانی ما او را حفظ کرده است در حالت توقف شاید برای تکرار آن حجت باشد. حالا حجت برای تکرار نیست چون که اوشتین رفته ایستاده است. حالا خورشید مجیدوف حلنامه خویش را چی میبرارد؟ دور و دراز رقابت میان این دو پهلوان است. نه هجوم های طرفین هجوم های شمایل حالا در لحظه های گلدن سکو یک شیدای دیگر تهدید برای دلخواه این جفت تسلیم گردید. شمایل اکنون از دست رقیب تسلیم گردید چون که سیرالدین در اینجا ماهرانه دست رقیب را لد داد. حالت لد دادن دست
همین حالت بود. بسیار حالتی عجیب بود که این حالت رو بعضی ببینید. و اکنون داوران آفرین کارگردان ما الکی مقصد ما رو درک کرد. دوستان عزیز جفتی نوبتی میبرایند. اینجا پهلوان پیراهن سفید به بر کرده است. شاه منصور یعقوب پهلوان پیراهن سفید پوشیده است و رقیبی باشد خسرو علاموف پهلوان پیراهن کبود پوشیده است. حالا علاموف در هجوم است. شاه منصور یعقوب پهلوان پیراهن سفید پوشیده. نوبتی دیگر نه هرچند در اینجا علاموف خسرو خست سر کتف رقیب رو گیرد. اما نتیجه نداده است. شاه منصور یعقوبوف پهلوانی پیراهن سفید پوشیده. وزری نه حالتی داشتن حساب کرده می شود. تمام در این حالت اکنون خسرو علاموف هرچند یعقوبوف را یک وزری دادند بعداً زیر چنگال رقیب قرار گرفت. حالتی تکرار باشد ما از کارگردان خواهش میکنیم. ببینید حالتی تکرار را ببینید. در اینجا یعقوبوف یک وزری را سر اول صاحب شد. در اینجا یعقوبوف رقیب را افتان یک وزری درست و بعداً در اینجا الکی اینجا دست شاید بود. همین حالتی خیلی ناقلای بود برای پهلوان پیراهن سفید پوشیده شاه منصور یعقوبوف چون زیر چنگال رقیب ماند. علاموف اکنون درد و علم پهلوان سفید پوشیده رو آورد. حالا اکنون دیگر تمام لحظه های گوشتین در نوار زیبا است. نوار زیبا را باز میگویم ما در مقیاس جهانی میدیدیم. حالا نوار زیبا در شبکه ورزش از جانب کارگردانان تاجیک نمایش داده می شود. نوار زیبا نیست در شبکه ورزش صفت HD از جانب کارمندان این مؤسسه با نفوذ ورزشی است. سهراب رحیموف داور جوان روی نوار بود. لحظه مخلصان جمع آمدن. من درباره شهرت و موقع گوشتین جدا بارها گفتم. جفت کدا است. اینجا پهلوان پیراهن کبود پوشیده جمعه سبزلیف
حالا منتظر رقیب است. باید شفقت خوشدیلوف برایت نمی برایت. همین طریق پیروزی نصیب سبزعلیف است. جمعه جفت نوبتی محمد قربانوف باید با رقیبش حیدر سعیدجان حیدر برآید. دوستان عزیز، پهلوانی در اینجا ایشان قلوف پهلوانی ازبک را ما میبینیم. در حال سعیدجان حیدر در هجوم بود. هجوم های طرفین. اوه، در اینجا پهلوان تاجیک سعیدجان حالا سراسیمه به سمت رقیب می رود، اما رقیبی و حالا انتظار است. خورشید ایشان قلوف آستین رقیب را غیر قاعده داشته است. شیدو سری کیتف گرفتنی است، اما باید در اینجا سعیدجان برای سراسیمگی هم راه ندهد. راهی گشتن جدا 4 دقیقه است. حالا پهلوانان اکنون مبارزه دارند. اوه، سعیدجان یک هجوم کرد. ایشان قلوف خورشید پهلوی دیگر رفتیدن برای او. حالا حالت تکرار را میبینیم چگونه است. سهراب رحیموف همین حالت را خواست. نه، در اینجا نبود. نه، ماهرانه بسیار نواری زیبا. اوه، سعیدجان اکنون نوبت دیگر برای افتادن رقیب کوشش ها دارد. خورشید حالا زیر چنگال رقیب است. آستین رقیب را دیرو کردن میتواند. سعیدجان باشد ماهرانه گریبان رقیب را خوب داشته است. نه بعد است. شیدوی نوبتی برای پهلوانی ازبک. خورشید ایشان قلوف کم فعالی او به نظر می رسد. حالا اکنون خورشید سمت دیگر گرفتنی است. ماته نه بعد است. دو شیدو تبلا نشان میدهد برای خورشید. سعیدجان باشد یک شیدو دارد. حالا اکنون باز هم میگویم که سعیدجان فریفته این شیدوها نگردد، باید هجوم کند و احتیاط باشد. اگر رفت و هر دو آنها را شیدو دهم پس انا اکنون سعیدجان از تحتمی می براید. کاری سعیدجان در آغاز خوب بود و فکرم اندکی خسته شد. حالا ببینه رقیب را برای افتادن مجبور میکند. نه،
کمی دیگر باقی مونده است. یک لحظه دیگر تو اینکه رقیب را سمت دیگر رفتاند. تسلیم میگردد سعید جان. بله شتاب کردن نیست، اونقدر با کار نمی رود. تسلیم گردی دیگر چی جای شیدو است. عجمه حالا سعید جان اکنون وزاری رو کرد. ایپان آفرین، همین در اول می بود کار جانان می شد. انا اکنون کار رنگ دیگر گرفت، با کلی تغییر یافت. ماهرانه و همین طریق امتیاز دوستان عزیز، جفتی وزن میگردد. دو پهلوان توجیک میبراید. یکی جهانگیر عبازف است، پهلوان پیراهن سفید پوشیده، و دیگر رحمت الله باراتوف است. وزری باراتوف با یک وزری حالا پیش میگذرد، در حال پیراهن کبود پوشیده. نوبت دیگر پهلوانان اکنون دست به گریبان میشوند. حالا جهانگیر با رحمت الله در دور اول هر دو آزاد بودند. دور دوم نیز به در مرحله انجامیابی قرار دارد. حالا پهلوانان اکثر پهلوانان به دور سوم راه یافتند، من جمله رحمت الله فرهادوف، اسلانوف، شکرانوف، رمضانوف و من جمله اینها در وزن تا 73 کیلو. جهانگیر عبازف با رقیبش رحمت الله باراتوف مبارزه میبرد. یک وزری را کار کرده است. باراتوف رحمت الله پهلوان پیراهن کبود پوشیده. برای جفت شیدو میدهند. من باور کامل دارم اگر عربین سهراب رحیموف داوری که حالی با حیث داور است، اگر بر کورس‌های مخصوص داوری سفربر کرده شود، یکی از داوران بسیار هم خوب می شود. بسیار ماهرانه داوری می کند. و باید در مقیاس جهانی سهراب را نیز شناسند. یک وزری رحمت الله باراتوف را به پیش میبرد و جهانگیر عوضف باشد
қадамаш нисбат ба рақиб ноустувор аст. бубинед Баротов навбати дигар барои афтодани рақиб ва имтиёзи ва зареро ба даст овардан буд, аммо сурат сустар буд. навбати дигар ин ҷуфт даст ба гиребон мегарданд. Баротов доштааст ва афтодани рақибро аз эҳтимол дур надонист, аммо афтише ки имтиёз надошт. шидои навбатӣ барои паҳлавони пироҳани сафед пӯшида Авазов Ҷаҳонгир. мухлисони Ҷаҳонгир аз канори толор барои ӯ маслиҳат медиҳанд. ҳатто ӯро мужда мерасонанд ки бо кадом самт бояд ҳунарнамоӣ кард. эпон ду авазаре табдил ёфт ба эпон. ҳолати такрорро бубинед чӣ гуна аст ва чӣ гуна моҳирона инъикос мегардад. حالا دوستانی عزیز در وزن تا 73 کیلو در دور دوم دو جفتی دیگر مبارزه میبرند. حالا جفتی اول برآمده است، یکی علی مردان زاده نظریدین از پیراهن سفید به بر کرده است و رقیبی باشد. حالا رو به شکست دارد. این محمد رجب دولت زاده است. یک وزیر پهلوانی پیراهن سفید داشته نظریدین را به پیش میبرد. بله اکنون 2000 تبدیل یافت به ایپان. نظریدین علی مردان زاده پهلوان پیراهن سفید پوشیده به قسمت منبع راه یافت. 2000 این پهلوانی پیراهن سفید پوشیده از سلمان است. خورشید مجیدوف داوری مرکز و رقیب سلمان دست پروری تولاری آرام بایمراج
سیاوش بایمراد است که مبارزه میبرد. پهلوان پیراهن سفید پوشیده سلمان رحمی خدایف در دوره اول رقیب قزاق یکی از جایزه‌داران گشتین جودو را مغلوب کرده است. حالا اکنون میبینیم این سلمان پیراهن سفید پوشیده پهلوان موفق این نوبت با رقیبش بایمراد سیاوش چگونه نتیجه میدهد. سلمان باید هجوم کند و اگر نه سر کتف خوبتر آنارش را میخواهد نشان دهد. اما سیاوش بایمراد حالا اونیس در مقابل سلمان تسلیم شدنی نیست. از سمت‌های مقابل شیدا میگویند اما داور خود میداند که کدام حالت شیدا شد. حالت‌های طرفین هجوم‌های طرفین انیکترش آواز تغییر می‌یابد بعد از حالت سلمان و بعضا حالت‌های دیگر سیاوش در هجوم است. کار این جفت سمت دیگر را پیشه کرده است و ببینید آفرین ایپان اکنون سلمان با قول دیگر سلطانی خیش را در این رقابت نیز نشان داد. سری کتف رقیب را ماهرانه با تخته پشت افکند. اکنون هواداران و دلباختگان گشتین جودو جفتی خیلی پرقوت است. هر دو هم جایزه‌دار مسابقات های بین المللی هستند. حالا پیش از آنه که با جفت معرفی میکنیم ببینید حالت زیبای پان را ببینید. لحظه های هایلایتی زیبای گشتین جودو در شبکه ورزش و در اجرای کارمندان این مؤسسه موفق. دوستان عزیز جفتی پرزور است. بالونس قید کردیم. هر دو جایزه‌دار مسابقه های بین المللی آسیایی و یک قطار سلسله مسابقه ها است. رحمت الله فرهاد پهلوان پیراهن سفید پوشیده از جمهوری تاجیکستان با ارسلان توجیف پهلوان ازبک رقابت را شروع کردند. وزن 73 کیلو دوره سیوم است. فرهاد آفرین یک وزنی را فرهاد رحمت الله فرهادов ماهرانه انجام داد. بسیار حالتی عجیب بود. بیایید دوباره ببینیم. حالا منتظر به اکران فیروز بختیبکوف. این حالتی بله این وزنی بود. ایپون نه این وزنی بود.
در اینجا کاری کارگردان است به مثل همین جالبیت ایپان است. اگر لحظه دیر ماند شاید اصول رو از دست دهد نوارش را. به این خاطر فیروز ماهرانه در یک جایگی با نوار برداران کوشش میکند که به مثل قوه پهلوانان صورت بلند درگذرد از نوار تکراری به نوار مستقیم. اوه ارسلان برای ستونیده گرفتن این وزری کوشش را دارد کرد علاکه کار را. 1 بر 1 رحمت الله فرهادوف. حالا لازم است که حرکت را تماما دیگر کند وگرنه ارسلان توجیف علاکه رقیب را آموخت. اما آموختن فرهادوف رحمت الله نیست. باید در دوام 4 دقیقه برای رقیب به دست نآید، چون که شاید اون حرکت های جالبی را میدارد که رحمت الله برخیز بر مقابل این رقیب در راستا مبارزه بر اون را نیز آموز که سر کتف رقیب هر دو هم انقریب هجوم های هر دو پهلوان یک سمت است، سر کتف گرفتن است. رحمت الله ارسلان وزر دویم را کار میکند و آفرین رحمت الله ماهرانه وزر دویم را کار کرده است و همین طریق 2 وزر با حالا باز پس برای دیدن حالت تکرار است. باز هم روی میاریم به اکران همین حالت است. حالا میبینیم آفرین اینجا بود هرچند دست رو تکیه موند، اما حالا میبینیم نه دوام میدهند پهلوانان. مبارزه همان ادامه مییابد. بگذار نوبت دیگر باشد. مهم رحمت الله پیش صف بود. حالا خاموشی است. اکنون داور رحمت الله اصول معروف رسول با کف را خاص استفاده برد. طریق پای رقیب را به تخته پشت افتادند. نوبت دیگر حالا ماهرانه اینجا ارسلان است، خیلی چست و چالاک است، اما رحمت الله فعالیتش را از دست نمیدهد. توجیف پهلوان ازبک یک نوبت دیگر زیر چنگال رحمت الله بود. همین سرعت بلند باید به کار رود. خورشید مجیدوف شیدا را برای پهلوان ازبک داد. در اصل رحمت الله پیش صف بود، فاول بود. حالا نوبت دیگر اکنون ببینید چنگل رقیب را گرفته است. با افتادن رقیب خیلی امکانیت پذیر است و سمت دیگر بنشیند، اما نه. ارسلان توجیف پهلوان ازبک خود را حمایه میکند. مخلصان رحمت الله فرهادوف از دو کنار تالار برای مصلحت های گوناگون میدهد، اما باید رحمت الله نقشه که در سر دارد با همون نقشه به پیش رود
خورشید مجیدوف حالا برای با ترتیب در آوردن کمربند جفت مراجعت میکند. حجمه میگوید نوبت دیگر این دو جایزه‌دار مسابقات بین المللی آسیایی یکدیگر را خوب میدانند، از هنر یکدیگر با خبر هستند. اوه رحمت الله اندک کمی دیگر باید احتیاط باشد وگرنه کار در گلدن سکا ادامه می‌یابد. اکنون یک وزر رحمت الله دارد، رقیب یک شیدو تبلا نشان داده است. حالت لدودنی دست تمام تسلیم می‌گردد. آفرین در اینجا رحمت الله فرهادوف رقیب را در حالت لدودنی دست و موفق گردید. آفرین بسیار خوب گل کرد، کارش جالب بود. این پهلوان جایزه دار مسابقه های بین المللی دست پرور کلوب ورزشی و استن با قسمت منبعده راه یافت. نماینده جمهوری تاجیکستان فرهادوف رحمت الله با دور منبعده راه یافت. ببینید حالت لدودنی دست. حالا دور سیوم و جفت دوم میبراید. پهلوان پیراهن سفید به بر کرده این شکرانوف است. شکرانوف صدم من معذرت میخواهم قایم با میرزا جمیل رمضانوف پهلوان پیراهن کبود پوشیده هنرنمایی میکند. قایم شاگردی عزت خدایف و رقیبی او باشد شاگردی رو حکمتوف. میرزا جمیل رمضانوف دوستان عزیز اینجا نوارهای زیبا را ما از مسابقات بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در رشته گشتن جدا میبینیم. ضیاءالدین سفروف کارگردان ما برای نمایش دادن لحظه های جالب و لحظه های هایلایتی آماده است که با فیروز بختیبکوف شما را از مهمترین معرکه ورزشی آگاه سازند. به این خاطر حالا جفت است که به قسمت دور سیوم راه یافتنشون قسمت نوبتی به قسمت چهارم راه یافتنشون کوشش میکنند آدم که آنها در دور سیوم مبارزه میبرند. اوه اکنون ببینید شکرانوف نیز هجوم میکند. میرزا جمیل رمضانوف کمی پایش لب برداشته است. فاروق صابروف نزدی او میرود و اشاره برام میکند که باید نزدیک گردد. اگر در حالت طبیب آید پس وقت سپری می شود. قایم اکنون امکانیت دارد برای هجوم کردند اما میرزا جمیل ناواسته از این حالت هجوم های طرفین را
یک وزری را کار میکند. دیدید اکنون اگر آنها را نشان دهی میارزد. میرزا جمیل رمضانوف یک وزری را کار میکند، اما پای هنوز هم درد پای او را کمی براحت میکند. اما شکرانوف از نوبت دیگر برای افتادن. در اینجا میرزا جمیل کارش خوب است، اما باید نزد رقیب نیست نشان دهد خستگی خیش را. ببینید کار با یک وزری پیش میبرد. آنها این پهلوانان را شیدا، حالا شیدا دو شیدا برای میرزا جمیل نشان دادند و قایم باشد با یک شیدا به پیش است. اما باید میرزا جمیل رمضانوف خود را خسته نشان ندهد که پیروزی از دست رفتنش از احتمال دور نیست. فاروق صابروف جفت را نزد خویش دعوت میکند. میرزا جمیل رمضانوف حالا همین طریق وقتای کمی دیگر را سپری کردنی است، انکتر از 20 ثانیه دیگر و پهلو با پهلو آنها مبارزه دارند. ببینید نوبت دیگر با سم دیگر افتادند. حتی میرزا جمیل میتوانست که کمی دیگر کارا در پرت سم دیگر انجام دهد. 6 ثانیه چه نقش بازی کرده میتواند که میرزا جمیل را با قسمت منبعده برد یا قایم را پایل کند. نه، اکنون این پیروزی میرزا جمیل. آفرین میرزا جمیل رمضانوف پهلوان شاگرد رؤوف حکمتوف با قسمت منبعده راه مییابد. رقیب هرچند کوشش کرد در اینجا اما به نتیجه بود. نواسته از لد برداشتن پایش رو موفق کردید با قسمت های منبعده. فاروق صابروف جفت نوبتی را دعوت میکند. پهلوان ازبک پیراهن سفید و بر کرده است. این نورالیف نور قابل است بر مقابل پهلوان پیراهن سفید پوشیده شاهرخ یتیموف آن رمایی میکند. حالا شاهرخ سر کتف خواست که رقیب را افتاند، اما نورالیف پهلوان ازبک در مقابل او خیلی قوی ایستاده است. کار در پارتر نتیجه نداده است. یتیموف پهلوانی
پیراهن کبود پوشیده نماینده جمهوری تاجیکستان شاهروخ است. یتیموف نور قابل پهلوان ازبک سمت دیگر را پیشه گرفته است. شاهروخ یتیموف تحت راهبری عزت خدایف تمرین گرفته است. حالا عزت خدایف از کنار میدان نشسته آنر شاگرد را میبیند که در مقابل رقیب پرزورش چی کار را انجام داده میتواند. نوبت دیگر دست به چنگال پهلوانان تاجیک و رقیب ازبکش نور علیف نور قابل شاهروخ سمت دیگر گریبان رقیب را مستحکم داشته است. پشت پای رقیب را زدن برای مصلحت میدهند و کار حالا رنگی نشده است. نوبت دیگر شاهروخ نور علیف پهلوان ازبک با هجوم گذاشتنی است. شاهروخ در زمین کار را میخواهد سمت دیگر انجام دهد. عزت خدایف رو برای شاگرد مصلحت میدهد با صدای پست چون که فاصله نزدیکتر است. شاید شاهروخ را با خوبی شنود. نوبت دیگر اوه شاهروخ سر کتف گرفتنی با رقیب را. وزن 73 کیلو پشت پای رقیب زدن برای شاهروخ میسر نگردیده است. حالا پهلوان ازبک نیز ماهرانه خواست دست را رها نکند اما نور قابل نور علیف دست شاهروخ را رها کرد و کار دور و دراز دوام میکند. اوه وزاره حالت بوغی کردن نه. حالا شاهروخ رو به باخت دارد. نور قابل نور علیف پهلوان ازبک نوبت دیگر اکنون برای افتادن رقیبش و فاروق صابیروف برای شاهروخ باقی مانده است که توکل را به کار برد. تمام دیگر نوبسته است شیدا این پیروزی پهلوان ازبک است. وقت به انجام رسید. همین طریق نور علیف به قسمتی چهارم را خط گرفت. حالتهای تکرار لحظه های جالب از رقابت میرزا جمیل رمضانوف
با رقیبش بود. روی نور اینجا اکنون جفته که جنبست کردن پهلوان ازبک با رقیبی تاجیکش. دوستان عزیز اکنون ببینید یک وزری را در حال اینجا پهلوان موفق تاجیک از خورد کرد. ما درباره محمد رحیم سرخانوف برای شما بیشتر معلومات داده بودیم. این پهلوان جایزه‌دار مسابقه های بین المللی گشتن جدای ازبکستان، قزاقستان و مسابقه های اروپایی. محمد رحیم سرخانوف پیراهن کبود به بر کرده است. یک وزری دارد و با او گشتین میگیرد. بختیار شمس پهلوان با پیراهن سفید. بختیاری که در دیدار اول رقیب خویش محمد رضا باقیف را مغلوب کرد. قد و قامت سرخانوف خیلی دو وزره ایپان آفرین. انا این معلوم است که مکتب خوبی گشتنی جدا را گذاشته است. محمد رحیم سرخانوف احسن به هنرش. باور کنید ماهرانه گشتین میگیرد. خیلی نقشه های جدید در هجوم ها دارد. بسیار مقصدناک است هجوم هایش و با امتیاز جنبست میگردد. آفرین. وزن زیر 66 کیلو گشتین میگیرد. حالا در وزن زیر 73 کیلو. باور ندارد پس زیادین سفرов کارگردانی شبکه ورزش حالت های هایلایتی رو منظور شما میگرداند. جفت عوض کرده دوستان عزیز. پیراهن سفید به بر کرده است. همون پهلوانی که ما درباره او برای شما معلومات داده بودیم. این سعید مختار رسولوف قهرمان جمهوری تاجیکستان در نماد گشتنی جدا در وزن 73 کیلو و برنده مدال طلای مسابقه بین المللی قزاقستان و یک چند مسابقه های دیگر. رقیبی او باشد پهلوان با پیراهن کبود شایف سایرالدین گشتین میگیرد. سایرالدین دیدار اولش رو با رقیب قرقیزش با پیروزی جنبست کرد. بعداً جهانگیر شمایل شاگرد فاروق صابرов رقیب نوبتی بود او را نیز مغلوب کرد و حالا به قسمت دوره سیوم راه یافته است. آها کار را ببینید. سعید مختار با حالت تکرار را میبینیم چگونه است. اینجا کارشناسان باید خلاصه انیق خود را ببرایند. نه حالا اکنون گشتین دوام میکند. سعید مختار رسولوف با سایرالدین شایف هنرنمایی میکند. سعید مختار خوب گرفته است. سایرالدین اکنون نه این کار حالا نتیجه نداده است. سعید مختار رسولوف پهلوانی تجربه دار است. سایرالدین شایف باشد رقیبی او است که حالا این جفت را با قسمت نوبتی برآوردند. برای این جفت فاروق صابرов شیدو نشان میدهد. حالا سعید مختار اکنون ببینید آستین رقیب را نیز داشته است.
سعیدین باشد، سمت دیگر میگیرد. اما سعید مختار رسولوف پهلوان تجربه دار برای سعیدین شایف امکانیت نمیدهد. کار در پارتر برای شایف سعیدین امکانیت نداد، امتیاز ندادن اخترش. نوبت دیگر حالا کار رنگین شاید گردد، اما سعیدین شایف حالا دستکشی از چنگال سعید مختار رسولوف دارد. پهلوان های تا 73 کیلو نه سعیدین شایف هجوم های به امتیاز رو با کار میبرد. نوبت دیگر باشد. رسولوف سعید مختار حالا هم ترک راست از سمت راست گوشتین رو انجام دادنی است، اما شایف باشد سعیدین حالا هم از چنگال او خود را کنار گرفتنی است. اگر چون این کار جریان گیرد پس شیدا از احتمال دور نیست. کار در گلدن سکو حجمه میگوید فاروق صابروف. حالا ببینید اکنون سعیدین خواست که تسجیلا یک اصول رو با کار برد، اما سعید مختار او را در کرد، در حال خود را حمایت کرد. نه امتیاز ندارد. سعیدین شایف همین پهلوان پیراهن کبوت باور کرده است. سعید مختار رسولوف حجم ماته بود، حجم بود حالا ماته شد. کار در گلدنسکو هنوز هم نتیجه نداده است بین این جفت. سعید مختار اوه بله اکنون آزار سعید مختار رسولوف رو با قسمت های منبعده راه کشا شد. حالت های تکرار را میبینیم چگونه ماهرانه سعید مختار رسولوف برای افتادن رقیب. فیروز بختی بیکوف با زیاودین سفرف آماده هستند که این کارگردان های ما حالت تکرار را نمایش دهند. حالا میبینیم دست همین خیف در آن است که پهلوان دست را تکیهگاه میکند. حالا باز هم بحث رو با وجود آورده است. فاروق صابروف مجبور گردید که نزد سرداور بیاید.
حالت تکرار رو میبینیم. مخلصان چون تقاضا میکنند. حالا اکنون در اینجا مشاهده کردن ممکن است. حالا فاروق صابرов خلاصه عنیق خیش رو یک مرتبه برآورد و سرداور دعوت کرد. در حالت سعید مختار رسولوف همین پهلوانی که روی نوار است، جایزه‌دار مسابقه بین المللی یک قطار مسابقه های بین المللی من جمله قزاقستان و برنده مدال طلایی چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2016 هم در نمود گشتن جدا خیرالله نظریف، سعید احتم رحیموف، دو پهلوانی که در سم با همتا نداشتند. حالا هیئت داوران خلاصه عنیق خیش رو میبرایند. فاروق صابرов اکنون این نوبت فاروق صابرов بله وزر میدهد و سعید مختار رسولوف با قسمت منبع راه یافت. دوستان عزیز جفت نوبتی را فاروق صابرов طرق دستان با هم نزدیک می‌آورد. علامов پهلوان پیراهن سفید پوشیده است با رقیبش جمعه سبزعلیف هنرنمایی میکند. حالا ببینید علامov در حال چست و چالاکی را اینجا جمعه برعکس حال چست و چالاکی را میخواهد از دست ندهد. علامov خیلی ماهرانه اکنون آفرین پان انا این است علم رقیب رو برآوردن از جانب علامov پهلوان پیراهن سفید پوشیده. خسرو هنرش بلند بود. بیایید بار دیگر در حالت هایلایتی این جالبیت اصول رو ببینید. سر کتف راستا رقیب را با تخت پشت میافتاند. آفرین خسرو علامov پهلوانی که این نوبت هنر اصیل گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری را نمایش داد. در نماد گوشتنی ملی همین اصول معروف است، اما حالا سخن درباره گوشتنی جدا می رود. نماد المپی علامov سهراب رحیموف داور را عوض می کند. حالا فاروق صابرov برادری او بود روی نوار یکی از مربیان در نمود گوشتنی جدا سودالای صابرov ها. این پهلوان است که ما را پیراهنش را عوض میبینیم. سعید جان حیدر با رحمت الله براتوف هنرنمایی میکند. دو پهلوان تاجیک ببینید اکنون در اینجا براتوف سمت دیگر را پیشه گرفته است. سعید جان باشد از سمت دیگر، اما براتوف بسیار آرامانه کار را آغاز کرده است. رحمت الله براتوف سهراب رحیموف نظارت میبرد بالای جفت. حالا
شیدو برای سعید جان است. حالا برای اصول رو استفاده بردن سعید جان امکانیت دارد، اما رقیب او را رها نمیکند. باراتوف، رحمت الله. اوه، یک وزری رو نزدیک به کار کردند. رحمت الله باراتوف پهلوان پیراهن کبود پوشیده است. خیلی هجوم خوب شروع کرد، اما کار ثمره نداد. باراتوف نوبت دیگر تعقیب رو وزری رو کار میکند. اکنون نبود با فکرم اینجا. حالا میبینیم، حالا برای حالت تکرار رحمت الله باراتوف پای کاملا برداشته است. نه، یک وزری رحمت الله باراتوف رو به پیش میبرد. این پهلوان پیراهن کبود پوشیده کار را خوب آغاز کرد، اما جبران از وزری سعید جان میکند یا نه؟ هنوز نه. رحمت الله باراتوف پهلوان پیراهن کبود پوشیده حالا با یک وزر پیشگام است. نوبت دیگر هجوم های طرفین. نه، داور رو باید گوش کرد. سهراب رحیموف مته گفت. وقت حدودی زیاده از 1 دقیقه دیگر باقی مانده است میان این جفت. رحمت الله باراتوف نوبت دیگر برای انجام دادن اصول همچنین کوشش های خویش را به کار بردنی است. همچنین رقیبش سعید جان. وقت برای سعید جان یک وزری رو به باخ می آورد. نه حالا سهراب رو باید گوش کرد. انکترش داوری مرکز رو غیر قاعده داشتن. دویم شیدو برای سعید جان. آفرین. ببینید در اینجا باراتوف بسیار سرکیت فاسکی رقیب رو برد. رحمت الله باراتوف رقیب رو، جهانگیر رو، من معذرت میخوام، سعید جان رو، اما سعید جان حمایت کرد. حالا برای سعید جان توکل رو پیشا میکنند، اما رحمت الله باراتوف حدودی کمتر از 30 ثانیه آنها رشون رو نمایش میدهند. وقت کمی دیگر باقی میموند. باراتوف رحمت الله حالا با قله پیروزی گام های قوی خویش رو افزایش میدهد.
سعیدجان حیدر هرچند کوشش‌هایش زیاد بود اما تا هنوز موفق نگردیده است. شیدو شماره شیدوها 2-2 است اما در اینجا رحمت الله. حالا ببینید سعیدجان است برای افتادن رقیب. نه اینجا نبود. شیرعلی بازاروف نشان میدهد وزن زیر 81 کیلو رو ما به هنر شیرعلی بازاروف نمیتوانیم نام برد. یکی از پهلوانان موفق شیرعلی بازاروف به حیث مربی سعیدجان حیدر نشسته است. لبی اینجا حالتی ناقلای برای براتوف. رقیب نیست در همین حالت است. من شیرعلی بازاروف کنج نشسته بود. با دست نشان میدهد و زهره. حالا همین است حالتی تکرار. در اینجا حالتی آوازاری. اکنون دوار حالا سردوار هم است، دواران هم هستند. خلاصه انیق رو باید برارند. شیرعلی بازاروف مخلصان از شهر قرغان تپه، هم مخلصان هم مربیان شهر قرغان تپه برای نوار بود. لحظه سهراب رحیموف به حد دواری خوب کرد. آفرین. چند نوبتی که ما دیدیم به حیث دوار خالصانه بها گذاری کرد. حالا اکنون تاتم رقم 2 نیست شور و شوق مخلصان را بیدار کرده است. همین است گوشتین جدا و گوشتینی که مردم تاجیک را دوست می‌دارد. نموده که شباهت با رشته معروف تاجیکی است گوشتینگیری است. پیروزی برای رحمت الله براتوف. دوستان عزیز، هنرنمای جفت دیگر است. پهلوان پیراهن سفید پوشیده
علی مردانزاده نصرالدین است، پیراهن سفید و بر کرده است و رقیبی او باشد سلمان است. سلمان رحیمی خدایف است. مبارزه میبرند برای راه یافتن به دوره های چهارم. وزن تا 73 کیلو. حالتی داشتن. ببینید ماهرانه در اینجا پهلوان سلمان خواست که 10 لااقل 1 آذری رو صاحب شد. سلمان پیراهن سفید و بر کرده. هنر خیلی هم خوب رو از جانب سلمان ما میبینیم. اوه، 1 آذر دیگر را صاحب شد. همین طریق ایپان در اینجا پهلوان با پیراهن کبود، سلمان رحمی خدا ایپان. دوستانی عزیز، اکنون جفت ایواز کردید. رحمت الله فرهاد پهلوان موفق با رقیب جدید خیش میرجامیل رمضانوف مبارزه میبرد. این جفتی اول است که مبارزه برای قسمت های نیمه نهایی دارند. هر دو را شیدا نشان میدهند. آوه رقابت آغاز گردیده است. یا رمضانوف به قسمت نیمه نهایی راه می‌یابد یا رحمت الله فرهادوف. فرهادوف بسیار چست و چالاک است، اما میرزا جمیل رمضانوف نیست. هنرش شایسته است. شیدای دوم برای کار نکردن این جفت است. رحمت الله با رمضانوف. اوه، میرزا جمیل رمضانوف. حالا کار را فرهادوف میخواهد در پارتر انجام دهد، اما نه. دوستان عزیز، وزن تا 73 کیلو. بار دیگر یادآور میشیم رحمت الله فرهادوف پهلوانی پیراهن سفید پوشیده با میرزا جمیل رمضانوف پهلوانی که با یک تگ کبوت هنر نمایی میکند. این جفته که
حالا دو شیدو دارند. در حالت یک شیدوی دیگر نشان دادن. برای دلخواه پهلوان او ترک میدان میکند. حالا رحمت الله فرهادوف اکنون رقیب میرزا جمیل رمضانوف از تعتمی بیرون شد و سهراب رحیموف نزدی سردوار می آید. در حالت شیدو دادن برای رمضانوف میرزا جمیل. پس نه، حالا میگوید گیرید. رحمت الله فرهادوف جایزه‌دار مسابقه های بین المللی و در آسیا همتا نداشت هنرش. میرزا جمیل اکنون رمضانوف در هجوم بود. حالا میبینیم این حرکت نه، کمی دیگر باقی برای آوازاری کار کردنی میرزا جمیل رمضانوف شاگرد رؤوف حکمتوف. حالا اکنون برعکس حال رحمت الله فرهادوف در هجوم است. وقت سپری میگردد. از این جفت هنوز هم مقرر نشده است که کیست موفق. نه، قوا برای میرزا جمیل. رمضانوف کمی بسندگی نکرد. رحمت الله فرهادوف حالا ببینید از سمت دیگر در حال برای هجوم کردند. وقت کمی دیگر باقی میموند. 7 ثانیه دیگر تا انجام وقتی اساسی. در حالتی اگر مقرر نگردیدن گل، پس گلدن سکور. سهراب رحیموف نوبت از آنه که صدای گلدن سکور میبراید با دقت است به تابلو نگاه میکند و از این خاطر اشتباه نمیکند. کاری این دو پهلوان به گلدن سکور رسید. حالا ببینید رحمت الله پست بالای پای رقیب را افتاند، اما میرزا جمیل نفسی درونی را به بیرون برآوردنی است و میخواهد که فاول باشد. این جفت یکی به قسمت های نیمه نهایی میبراید و دیگر مبارزه شاید برای برآمدن به مقام سوم شود. اکنون رحمت الله فرهادوف حالا خوب داشته است، هم گریبان و هم سمت دیگر را. نه بعد از امر داور حرکت کردن در پارتر مشکل است. نه، قوای میرزا جمیل رمضانوف برای افتادن رحمت الله
فرهادوف بسندگی نمیکند. عکس اصولهای او را استفاده میبرد اما بی نتیجه است. نه در اینجا اکنون ببینید میرزا جمیل از تتمی بیرون میرود. حالا برعکس حال حرکت های طرفین به نظر می رسد اما حتی گولدنسکو با سپری گردیدن 1 دقیقه و 32 ثانیه تابلوی ما ای را انیق نشان می دهد. این هم نویگری در نمایش ورزش. شیدای نوبتی را همین طریق برای رمضانوف نشان دادن و فرهادوف رحمت الله به قسمت نیمه نهایی راه یافت. دوستان عزیز جفتی واز کردید یکی از پهلوانان ازبک نورالیف با این قسمت برآمد اما رقیبی او یکی از ورزشکاران موفق یکی از پهلوانان جایزه‌دار و در این رقابت ها خیلی درخشنده اینجا سراخانوف است. محمد رحیم سراخانوف با نورقابل نورالیف مبارزه میبرد. این جفته که شایسته هستند برای گشتین گرفتن. حالا ببینید سراخان پیراهن کبود به بر کرده است. پهلوان جمهوری تاجیکستان و رقیب ازبکش باشد با پیراهن سفید هنر نمایی میکند. نورالیف کار در پارتر برای سراخان برای سراخانوف محمد رحیم حالا امتیاز نداد. اوهو انا این و زاری را برای پهلوان ازبک نورالیف نشان دادند. حالا نورالیف میگوید طلب میکند که اینی پام بود. حالت تکرار رو میبینیم. در حالت تکرار شاید حالا همه توجه به تابلو. اندک توقف بود و بعداً پرتوف بود. حالا مقرر میکنند اکنون هیئت داوران ایستادن در اینجا. محمد رحیم رمضانوف پهلوان پیراهن کبود پوشیده تاجیک. همین پهلوانی که پیراهن کبود ببر کرده است هنرش خوب است اما وزاری باقی میموند تابلو و گشتین ادامه مییابد. دوستان عزیز اکنون برای محمد رحیم لازم است که جبران از این وزاری کند. آفرین حالتی در زمین نگاه داشتن باید قرار میداد اما محمد رحیم کمی به سر و سیمگی راه داد اما با وجود این 1-1 سراخانوف پهلوان امیدبخش تاجیک یک بار دیگر کار را با همین سمت همین روش اگر انجام دهد برعکس حال می شود.
برعکس حال نه، باید در اینجا قوه زیادتی به کار نبرد. آرام آرام فقط گوشتین گرفت. محمد رحیم آرام باش، به طور پسیخیکی باید رقیب را برید، نه اینکه با سراسیموی یا حرکت های دیگر. مبارزه برد، کار خوب است. حالا این انجامی کار نیست، هنوز قسمتی است، وقتی اساسی در پیش است. اوه فارین اکنون دیدید محمد رحیم سرخانوف، بعضا نصیحت را گوش کردن لازم است. کار دیگر شد، حرکت جبران دو اثر محمد رحیم سرخانوف را با قسمتی منبعد برد. آفرین، اگر چونین آرام گوشتین میگرفت شاید لحظه های اول با کار میبرد. دو پهلوان قسمت نیمه نهایی مقرر شد. اکنون دوی دیگر باقی مانده است. انیقترش دو جفت مبارزه میبرد. حالت تکرار را ببینید، خیلی ماهرانه. سرخانوف محمد رحیم جایزه‌دار و یکی از اختران نوجوان گوشتینی جدا بود. حالا میان اکنون جوانان هنر نمایی میکند. باوری کامل است که هنرش از این پس هم میدرخشد. جفت نوبتی را برای شما معرفی میکنیم دوستان عزیز. جایزه‌دار مسابقات بین المللی پیراهن سفید به بر کرده است سید مختار رسولوف پهلوان با پیراهن سفید. رقیبی و علاموف خسرو پهلوانی که حالا با پیراهن کبوت آماده رقابت است. سید احتم رحیموف در پهلوی خیرالله نظریف نشسته است و این رقابت ها را نظارت میبرند. همین سید مختار رسولوف است، پهلوان 2 سال پیش در همین جا با گرفتن مدال طلای چمپیونات جمهوری تاجیکستان در وزن همین 73 کیلو موفق گردیده بود. خورشید مجیدوف حالا اکنون روی نوار است. همین پهلوان سنگین وزن تاجیک، جایزه‌دار قهرمان جهان. این استادان گوشتینی سامبو صدرالدین عابدوف با استادان نشسته است پهلو با پهلو. عزت خدایف یکی از داوران مربیان موفق که شاگردانش مجیدوف است. چون سخن درباره مجیدوف می رود پیش نظر ما همون مربی او نیز می آید. کارگردان گویا با خوبی هم مخلصان و هم مربیان رو می شناسند. الکی ما سمت ما ورزش است، باید شناسیم مخلص رو از داور رو از مربی رو از ورزشکار فرق کنیم. این مربی از ولایت مختار کوهستانی بدخشان در گوشتینی ملی. امروز رجبوف پهلوانان سوغدی نشستند با پهلوانان خطلانی از منطقه های کشور. پهلوانان جمع آمدند. اکثرا پهلوانانی هستند که موفق هستند در رشته سامبو، در رشته گوشتینی ملی تاجیکی گوشتینگیری و نمود المپی معروف جدا. مربیان شهر قرغان تپه با هممسلکان خویش
аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон Шакармамад Мирмамадов ҷоизадори бозиҳои осиёи ҷакарта ҳамин паҳлавони сангинвазне ки ҳоло рӯи навор аст. Фирӯз Бахтибеков хуб ӯро ҷӯё шуд. қаҳрамони ҷаҳон низ Шакармамад Мирмамадов ҳунарнамоӣ кард дар Боку, Озарбойҷон. ин паҳлавони сангинвазн дар бозиҳои осиёӣ ба гирифтани нишони биринҷӣ мушарраф гардид. таваққуф лаҳзае. ҳоло Саид Мухтор Расулов бо рақибаш Аламов интизор ҳастанд. Амроз Раҷабов яке аз ҷоидадорони мусобиқаҳои самбо Туркманистон ишора дорад ба самти майдон бо либосҳои варзишии Тоҷикистон. Аламов омодагӣ дорад. Аламов дар қисматҳои аввал ҳам ҷумаро мағлуб кард, ҳам чанде дигаронро. мурраббии Хуршед Иззат Худоев. акнун дӯстони азиз, ҷуфти навбатӣ мо барои шумо маълумот додем. ин Саид Мухтор Расулов бо рақибаш Хусрав Аламов мубориза мебарад. мубориза барои роҳ ёфтан ба қисмати нима ниҳоӣ. Аламов дарҳол барои афтодани Расулов кӯшиш кард, аммо Саид Мухтор худро хуб ҳимоя кард. ҳоло Саид Мухтор ба самти дигар муборизаро идома додани аст. ҳам остин ва ҳам гиребони рақибро мустаҳкам доштааст. Хусрав Аламов чанд навбат барои чангол задани гиребони рақиб кард, аммо бенатиҷа аст. имтиёзе ба бор наомадааст. шидои аввал барои Аламов нишон доданд. Хуршед Маҷидов. навбати дигар дасту чангони паҳлавонон ба самти якдигар равона карда шудааст. Саид Мухтор Расулов аз самти дигар ҳуҷумро оғоз кардани аст ва нишастани паҳлавони пироҳани Аламов дар замин. Расулов ҳоло аз рӯи қадду қомат нисбат ба Аламов бартарӣ дорад. Аламов як шидо дорад. Хусрав Саид Мухтор бошад бе шидо. ҳоло гиребони рақибро мустаҳкам баъзан ҳолатҳо медорад ва раҳо мегардад. навбати дигар боз ҳуҷумҳои тарафайн ба назар гирифта мешавад. имтиёзи комил ҳанӯзам ба чашм нарасидааст. вақт сипарӣ мегардад. Хуршед Маҷидов интизор аст ки кай партоф мешавад. на Аламов. Хусрав
حجمه نوبت دیگر نیست. بلند می شود. وقت را نظر کرد خورشید مجیدوف. فاصله 1 دقیقه دیگر آنها گوشتین باید گیرند در وقت اساسی. و بعدا اگر کار رنگین نشد مجبور هستند گلدن سکو را شروع کنند. اوه علاموف کار با گلدن سکو نزدیکتر میگردد، اما هنوز هم امید از پرتوفتو بین این جفت در وقت اساسی نیست. شاید وقتی طلایی مقرر کند غالبی این جفت را. گلدن سکو حالا مخلصانیست تقاضای آن را دارند که هنر اصیل را ببینیم، نه اینکه دوری جستن. سعید مختار در هجوم، علاموف در حمایه بود. نوبت دیگر اکنون مخلصانیست خوب میدونند که در گوشتین جدا یا دلخواه گوشتین باید حرکت باشد. سعید مختار حالا نوبت دیگر علاموف می نشیند. سعید مختار رقیب را خوب داشته است و سمت دیگر حرکت کردن، اما فاصله دورتر میانی. اوه نه، امتیاز نه آورد. آوه نوبت دیگر حالا سعید مختار نیست. در گلدن سکو کارو رنگی نکردند. رسولوف، علاموف، حالا علاموف نشستن. اوه افتیدن. امتیازی در زمین باید پای را رها کند و بعدا حالتی داشتن. یک شیدو در تابلو حتی در گلدن سکو ایستاده است. شیدویی که برای علاموف خسرو دادند. کار باید جنوک شود. سعید مختار هجوم میکند. حالا اکنون شیدو شاید برای علاموف. یک نوبت دیگر اگر سعید مختار یا علاموف دیگر توکل رو باید به کار برد، وگرنه مخلصان سعید مختار نیست. از دیگر سمت صدا میکنن که بالای اون نبران. علاموف خسرو باشد. اوه ببینید حالت دیگر خیلی هم جنوبتر شد در حالتی اصولی خیر سونا. اوه آن قریب سعید مختار رسولوف آگاه باشد و اگر نه افتیدنی ناجای میتواند فعالی او را برهم زند. اما حالا او پیش صف می باشد. حجمه نوبت دیگر حالا سعید مختار نوبت دیگر نیز داشت.
خیلی خطر برای افتیدن سعید مختار رسولوف بود. علاموف خسرو باشد. اکنون شماره شیدوها است. سعید مختار رسولوف 1 و از رقیب 2 است. کار در پارتر برای خسرو امتیاز نداد. اکنون دوباره خسرو کارو از مرکز تاتامی آغاز کردنی است. این حالت بسیار خطرناک برای سعید مختار رسولوف است. اوه، سعید مختار رسولوف نیست، در هجوم است. شیدوی دوم برای سعید مختار رسولوف. اکنون دلخواه نفری که شیدو گیرد پس ترک میدان میکند. او در قسمت نیمه نهایی نمی شود. توکل برای سعید مختار رسولوف. مصلحت میدین هم مسلکانش، دوستان و هوادارانش. علاموف این رقابت دور و دراز دوام میکند. حالا رسولوف با علاموف علمهای دیرینه را اکنون برآوردنی هستند از هم دیگر. خورشید مجیدوف داوری میکند این جفت رو. حالا ببینید اکنون اگر در حالت تکرار کم فعالی علاموف، پس سعید مختار نیز باید فعال باشد. اکنون این نوبت شیدو تهدید به خسرو علاموف. مشورت داوران است در حالتی اگر علاموف حالا نه، هیئت داوران به خلاصه آمده که نه، شیدو برای علاموف نیست.
کار ادامه می‌یابد با شروع شوقش. وقتی اساسی 4 دقیقه جمع 6 دقیقه دیگر 10 دقیقه و زیاده از 10 دقیقه این رقابت دوام میکند. مبارزه که هنوز هم قرار نکرده است. غالب را اوه سعید مختار رسولوف در حالت خیلی خطرناک قرار داشت. حالا حجمی از سمت خورشید مجیدوف شاید زیاده از 10 مرتبه میان اینجا صدا داد، اما حالا علاموف با سعید مختار رسولوف هنرش رو نمایش میده. اوه دور و دراز گوشتین میگیرند. اوه اکنون هجوم های پیوسته سعید مختار رسولوف امتیاز آور هستند. باز هم آفرین، ببینید اینجا حرکت های جالب. بله بالاخره کار را سعید مختار رسولوف انجام داد. خیلی خوب کار کرد، خیلی ماهرانه. رسولوف اگر همین سمت حرکت میکرد سعید مختار رسولوف در لحظه های اولین موفق میگردید. علاموف اکنون مبارزه‌اش را برای به دست آوردن نشان برنجی دوام می‌دهد. رسولوف باشد در قسمت نیمه نهایی. در اینجا رسولوف سعید مختار پیروز شد. حالتی تکرار رو می‌بینیم. ببینید چگونه ماهرانه دست را رها نکرد و موفق شد. جفتی نوبتی پیراهن سفید و سربسته است. این رحمت الله باراتوف است، پهلوان با پیراهن سفید. رقیبی او باشد سلمان رحمی خدایف، پهلوان پیراهن کبود به بر کرده. در وزن تا 73 کیلو مبارزه میبرند برای به دست آوردن راه خط به قسمت نیمه نهایی. باراتوف با سلمان رحمی خدایف مبارزه دارند. نوکک رو مبارزه را آغاز کردند.
وقتی اونها دور و دراز است. دلخواه نفری که پیروز می شود رقیب مین بده سعید مختار رسولов خواهد بود. در قسمت نیمه نهایی باید تلاش زیادتر و خوبتر باشد. کار در پارتر حالتی گویی کردن نه موفق نمیشوند. Приглашается на второй татами Турсунов, Узбекистан, Мурадов, Таджикистан. حالا حرکت های هر دو جانب امتیاز به بار نآورده است. شیدای اول را خورشید مجیدوف برای پهلوانی پیراهن سفید پوشیده براتوف میدهد. اوه در اینجا از جانب سلمان رحم خدایف یک هجوم بود اما امتیاز نآورده است. براتوف رحمت الله خسته گردیده است. اما هنوز هم اکنون یک شیدو برای براتوف است. یک وزری را کار کردنی است براتوف موجوده اما زیر چنگال رقیب موند. اوه رها میکند. نه رقابت های 4-1 نهایی میگویند. این رقابت ها رو مبارزه برای راه یافتن به قسمت های نیمه نهایی. وقت که دیگر وقتی اساسی فقط یک آذری میتواند اونها را تا گلدن اسکو نبرد و اگر نه در حالتی آذری نبودن کار به گلدن اسکو میرود. کار در گلدن اسکو اکنون ادامه می‌یابد.
گالوسکو شروع گردید وقتش. در اینجا از جانب رسولوف باراتوف، من معذرت میخوام، یک هجوم بود. برعکس حال جفته که خسته گردیدند. حالتی زیر چنگالی تسلیم گردید. همین طریق سلمان رحمی خدایف پیروز شد. حالا مخلصان و هواداران گشتنی جدا رقابت‌های تسلا بخش میگویند. مبارزه برای راه یافتن بهر به دست آوردن نشان برنجی. یکی از این جفت راه میگیرد برای مبارزه بردن جای سیوم. پهلوان پیراهن سفید به بر کرده است. میرزا جمیل رمضانوف است. رقیبی او پهلوان ازبک نورالیف. نور قابل. این جفت یک پهلوان انیقترش میرزا جمیل رمضانوف از دست رحمت الله فرهادوف شکست خورد بعد از پیروزی چند وقت نه. و رقیبش باشد پهلوان ازبک باشد از دست محمد رحیم سرخانوف شکست خورد. و یک امکانیت دیگر برای آنها دادند تا نفری از پیروز شدهش برای به دست آوردن نشان برنجی تلاش ورزد. حالا یک شیدو دارد پهلوان ازبک. نورالیف با وجود این پیش صف است. پیش صفی او به خاطر است که در اینجا هنر اصیلش را نمایش میدهد. حجمه از جانب داور مرکز خورشید، اما امتیازی که برای این جفت اگر موفق گرداندنش تا هنوز چشم نرسید. دوستان عزیز، میرزا جمیل رمضانوف پهلوان است که تحت رهبری رؤوف حکمتوف در مسابقه های مختلف داخلی و خارجی هنرنمایی میکند. سالهای آخر در مسابقه های گشتنی ملی نیز خوب درخشیده است. اوه، ببینید اکنون حالت خیلی ناقلای برای این جفت بود. هنوز نه، اما نورالیف نیست. پهلوان ازبک خیلی موفق بود. نورالیف سر اول
پهلوانی ما همینجا رو مغلوب کرد. یتیموف نیست از دستی این پهلوانی ازبک شکست خورد و یگانه رقیب پرقوتی و محمد رحیم سرخانوف جایزه‌دار مسابقه های مختلفی گشتنی جدا میانی نوجوانان بود که این پهلوانی ازبک رو مغلوب کرد و اگر گویم که مانع به کاری او گردید پس خطا نخواهیم کرد. حالا مبارزه میان این جفت با شور و شوق ادامه دارد. میرزا جمیل باید حرکت کرد وگرنه فریدی نورالیف نیست. پهلوان ازبک خیلی چست و چالاک است. در گشتن جدا مکتب پهلوانان ازبک خیلی پرقوت است. اوه از هر دو جانب کار را به گلدن سکا بردنی هستند این جفت. 12 ثانیه دیگر باقی مانده است و شاید کار در وقت اساسی رنگین نشود پس مجبور میگردند کار را در گلدن سکا این جفت نشان دهد. اوه نورالیف پهلوانی ازبک یک نوبت برای پشت پای رقیب گذاشتند. میرزا جمیل رمضانوف حالا اکنون خورشید مجیدوف پهلوان سنگین وزن به حیث داور این جفت را نظارت ببرد. کار هنوز در گلدن سکا نیست رنگین نشده است. حالا امتیاز کامل در این جفت احساس کردن نمی شود. نه حرکت های جالب از هر دو جانب است اما امتیاز آور نیست. حجمه از جانبی خورشید مجیدوف صدا می شود اما حجمه که هر لحظه به مته انجام می یابد و امتیاز نیست. امتیاز مهم است. اوه فرین این پان است. میرزا جمیل آفرین کار را جانا کرد. ماهرانه در گشتن ملی را حلال میگویند. بالاخره دور و دراز اما اصولی که امتیاز بلند دارد این پان. آفرین این حرکت و این امتیاز بلندترین را خورشید مجیدوف با سر بلند و دست راست نشان میدهد. اکنون میرزا جمیل شاگرد راو حکمتوف امکانیت دارد بهر به دست آوردن نشان برنجی هنر نمایی کند. جفت دیگر بباره دوستانی عزیز در رقابت های تسلا بخش پهلوان پیراهن سفید ببر کرده است. علموف است نظرالدین علموف پهلوانی که از دستی سعید مختار رسولوف شکست خورد و رقیبی باشد براتوف پهلوانی که خسته گردیده بود و شکستش از جانب سلمان رحمی خدایف بود. حالا اکنون این پهلوانان لحظه تنفس کردند به قول دیگر نفسی و زود کشیدند و بر رقابت برآمدند. اینها غالب این رقابت با میرزا جمیل رمضانوف بهر به دست در وزن زیر 73 کیلو نشانی برنجی را شاید به دست آورند.
حالا اکنون ببینید سر خیلی وزاره در اینجا علاموف علمهای دل رو از براتوف گرفتنی است، در حالی که سعید مختار رو همین طریق شکست داده بود. حالا علموف اکنون خسرو ماهرانه یک آوازاری رو کار کرد، یک آوازاری که شباهت با شیدو هم داشت. اگر رفت و سرعت بلند می بود تخت پشت رقیب زمین می افتید، پس امتیازی از همه کاملتر و مطلق. ایپان خسرو نوبت دیگر هر دو سمت را اجرا کردنی است. اکنون برای براتوف، حالا شیدو شاید برای خسرو دهد. خورشید ماجیتوف، بله، اما این شیدو قدر نقش ندارد در کاری علموف. خسرو نوبت دیگر این جفت دست به گریبان گردیدند و حالا اکنون یک امتیاز دیگر را با دست آوردنی است علموف. خسرو حجمه هر نوبت صدا می شود از جانب خورشید ماجیتوف. بله، رقیبانی قواهای رقابت های همین رقابت های تسلا بخش نفرانی هستند که در قسمت نهایی هستند. حالا و بعد از رقابت و باخت اینها همین جفتی که است پیش از این هم بود، یعنی من در نظر دارم هم رمضانوف و هم غالب همین رقابت آنها را انتظار می شوند، یعنی پهلوانان مغلوب شده قسمت های نیمه نهایی را انتظار می شوند و با این خاطر باید هر دو هم هنری بلند را نشان دهند و اگر نه با چنین سمت حرکت کردن یک امتیاز برای علموف است. خیلی ماهرانه علموف این کار را انجام داد. حالا ببینید اکنون مگر براتوف میتواند که در اینجا جبران از او از ذره که بالای سر رقیب آمد به زمین افتید نماید، یا اگر نه او همانا با همین سمت باقی خواهد ماند. نوبت دیگر حالا باز خسرو اکنون الهام پیدا کرده است سر کتف گرفتن و زمین افتادنی رقیبان. دایر گردیدن دو رقابت دیگر در قسمت های نیمه نهایی بعد از اینها از احتمال دور نیست. وقت به انجام رسد و همین طریق خسرو علموف با یک آوازاری موفق گردید و حقوق راحت برای رقابت بهره به دست آوردن نشان برنجی را صاحب شد. غالبیت به علموف داده میشود. ایواز دوباره برای تیم یک دوباره برای تیم رحیموف سوبرو. دوستان عزیز، رقابت های قسمتی
نیمه نهایی. این پهلوان پیراهن سفید به بر کرده است. جایزه‌دار مسابقه های مختلفی بین المللی و گشتن جدای جهانی رحمت الله فرهادوف دست پرور کلوب ورزشی وستن و رقیبی او باشد. همچنین یکی از نوجوانانی که در گشتن جدو مهارت بلندش بر مقابل رقیب است. همون پهلوانانی که هر دو هم مکتب خوبی گشتن جهانی را گذاشتند، من جمله مکتب گشتن خوبی جدای جهانی را رحمت الله فرهادوف با محمد رحیم سرخانوف مبارزه میبرد. سرخانوف بسیار قد بلند، بسیار چست و چالاکی میکرد، وزن زیر 66 کیلو هنرنمایی میکرد از این پیش، اما تغییر وزن کرده است. رحمت الله فرهادوف در وزن تا 73 کیلو از این پیش هم رقابت میکرد، بسیار چست و چالاک بود. آنها در قسمت های نیمه نهایی قرار دارند. اوه، ببینید اکنون دست را محمد رحیم سرخانوف رها کرد. رحمت الله فرهادوف تجربهش غنی است، اون نیز میداند که در کدام حالت دست را دادن شانس را دادن است. نوبت دیگر فرهاد، محمد رحیم با دست چپ چنگال میکند و رقیب را نزدیکتر میآورد و برای پرتودن رقیب رأس را همانا میگیرد و فرهاد باشد لحظه میافتد، اما امتیاز نبود در اینجا. نه، وزری نیست، فقط پیش صفی محمد رحیم سرخانوف. حالت تکرار را مخلصان اکنون عادت کردند از کارگردان فیروز بختی بیکوف و ضیاءالدین سفروف. این لحظه آماده هستند که در حالت تکرار همون جزئیات خیلی کوتاه بود که میان این دو پهلوان رخ داد، اما با فکرم در آنجا قدر این حالت. حالا ببینید خیلی با طور عمیق، نه این حالا هفتیش حالا میبینیم در اینجا نبود چیزی. در اینجا چیزی نبود. اکنون رحمت الله فرهادوف در غضب گردید. محمد رحیم سرخانوف آنیز چست و چالاکانه سمت دیگر میگیرد. هر دو پهلوانی که یکدیگر را خوب میدونند. محمد رحیم سمت خود را میکشد و ببینید فرهاد کار در پرتر، حالا امتیاز نآورد. اینها پهلوانان آینده درخشان تاجیک هستند. اینها چهره‌هایی هستند که فردا میتواند در مقیاس جهانی هنرنمایی کنند. نه، مخلصان اینجا داور خود میداند بر کدام خاطر کم فعال بودن معنای چی دارد. رحمت الله فرهادوف حالا هجوم نوبتی را انجام دادنی است. محمد رحیم سرخانوف نیست. حالا ببینید اکنون رحمت الله در هجوم، سرخانوف کنار میگیرد و نوبت دیگر پیوستگی به نظر میرسد. سهراب رحیموف، من درباره سهراب رحیموف برای شما بالاتر معلومات دادم. سلاله رحیموف ها داوری که اکثرا کوشش میکند که انمون رقابت ها را خالصانه بها گذاری نماید. همچون شخصی خالص باید همچنین هم باشد. محمد رحیم، اوه فرهادوف، رحمت الله نوبت دیگر به سمت دیگر رقیب را میگذراند. ببینید نوبت دیگر اکنون افتادن و حالت بوقی کردن، نگاه داشتن، زیر چنگال نگاه میدهد. رحمت الله فرهادوف رقیب را 10 ثانیه داشتنی است. در حالت 10 ثانیه پس یک وزره 10 ثانیه دیگر میتواند که او را به قسمت فینالی برد. اشتباهی محمد رحیم سرخانوف بود و اکنون زیر چنگال رحمت الله فرهادوف قرار گرفت.
رحمتالله فرهادов ба қисмати финалӣ баромад. Маҳаммадраҳим Сарахонов бошад бо рақибаш Рамазонов барои ба даст овардани нишони биринҷӣ талош мебарзанд. حالا ببینید اشتباهی سرخان رو خود سمت دیگر آوازن همون سمت دیگر قسمت نیمانی های دوستانی عزیز. حالا حالت های تکرار لحظه های هایلایتی منظور شماست دوستانی عزیز و پهلوانان نوبتی در قسمت نیمانی های آماده هستند که با میدان برآیند. پهلوانی پیراهن سفید به بر کرده است سعید مختار رسولوف جایزه‌دار مسابقه بین المللی قزاقستان و ازبکستان. همچنین سلمان رحمی خدایف رقیب او پیراهن کبود به بر کرده است. در قسمت نیمه نهایی آنها تلاش میکنند. نه سلمان سمت دیگر رو پیشه گرفت. هجوم های طرفین هم است. ببینید حالا اوه نزدیک برای اشتباهی سلمان بود که لحظه بود پهلو افتاد. سعید مختار رسولوف حالا کار رو در پارتر هم جونا کردنی است اما وزن تو 73 کیلو. نوبت دیگر سلمان نه اوهو بالای پای بازیکنان سعید مختار را خواست که سلمان با سمت دیگر رفتند اما سعید مختار تجربهش غنی است. مشکل است. اوهو اکنون این اپان است. با همین پرتافتی خیلی هم زیبا سعید مختار رسولوف با قسمت فینالی راه یافت. آفرین رسولوف سعید مختار در قسمت فینالی با رحمتالله فرهادوف در وزن تا 73 کیلو مبارزه میبرند. علامه باشد با سلمان در قسمت مدال برنجی است. دوستان عزیز در همین جا گزارشی ما نیست با همین پرتافت زیبای سعید مختار رسولوف به انجام میرسد. روز دومی مسابقه بین المللی در نمود المپی جدا بود. ما را همراه باشید پس شاهد چنین پرتافت‌های جالب گردید.